بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت همه شما دانشجویان عزیز. امیدوارم که حال خودتون و خانواده هاتون خوب باشه و دلتون شاد. در رابطه با یکی از درس‌های واحد دانش خانواده در خدمتتون هستم. انشاءالله که از زمانی که داریم برای این کلاس میذارین بهترین استفاده رو ببرین و کلاس مفید و کاربردی باشه براتون. خب این درس دانش خانواده هدفش بالا بردن کیفیت زندگی شما دانشجویان عزیزه که انشالله در لوای ارتقاء این کیفیت این زندگی سلامت روان، نشاط، آرامش و رشد رو برای شما برمقام بیاره. همونطوری که ما برای هر کاری که میخوایم انجام بدیم احتیاج داریم که یه اصولش رو یاد بگیریم و مهارتش رو کسب کنیم، برای زندگی کردن یه اصولی داره و یه مهارت هایی داره که باید اونا رو یاد بگیریم و مهارتش هم کسب کنیم. مثلا شما وقتی میخواین رانندگی یاد بگیرین حتما باید برین هم به لحاظ تئوری یه سری مطالبی رو در مورد رانندگی، آیین‌نامه‌ش و قوانینش و اینا یاد بگیرین، هم به صورت عملی هی تمرین کنین تا انشالله جزء مهارت‌های رفتاریتون بشه و راحت بشین رانندگی. زندگی هم همینه، یه سری اصولی داره که این اصولش رو باید یاد بگیریم و مهارت‌هایی داره که مهارت‌هاش رو باید هم یاد بگیریم و هم تمرین کنیم که جزء به اصطلاح اون رفتارهای روزمره‌مون بشه، مهارت‌های روتین رفتاریمون بشه و دیگه به اصطلاح جزء به صورت روتین اینا تو رفتارمون بیاد. یکی از مهارت‌های فوق‌العاده مهم که خیلی به نظر من زیربنای بقیه این مهارت هاست، مهارت مثبت اندیشیه. حالا ما به هر حال وقتی اسم مهارت رو میبریم شاید هم زیاد الان توی جامعه شنیده باشیم، بیشتر مثلا مهارت گوش دادن و صحبت کردن و نمیدونم مثلا مدیریت خشم و نمیدونم مهارت همدلی و اینجور مهارت ها تو ذهنتون میاد، مذاکره، حل مسئله، تصمیم گیری، که همشون واقعا مهارت هایی هستن که هممون نیاز داریم یاد بگیریم. ولی خب شاید میشه گفت که مهارت مثبت اندیشی زیربنای سایر مهارت هاست، یعنی یه جورای پیش نیاز مقدم است. اول ما اینا رو یاد بگیریم، بعد اون وقت خود به خود توی صحبت کردن، گوش کردن و به سایر مهارت‌های رفتاریمون تأثیر خودش رو میذاره. بنابراین تصمیم گرفتم که اول از مهارت مثبت اندیشی با شما شروع بکنم و بعد انشالله خب حالا اون بقیه مهارت‌ها رو هم یا به صورت فایل یا نوشتار هر جوری هست خودتون انشالله مطالعه میکنید. خب پس با اجازهتون بریم و شروع کنیم ببینیم که منظور اصلا از این مهارت مثبت اندیشی چیه. اجازه بدین که شروع درس رو با یک مثال یا در واقع با یک داستان باهاتون شروع کنم. فرض کنین که 4 تا از دوستای شما، 4 تا دانشجوی عزیز که 2 تاشون خانومن 2 تاشون آقا، به هر دلیلی کلاسشون طول میکشه و هر 4 نفر خیلی دیرتر به منزل میرسن. مثلا حالا تو آزمایشگاه بودن یا یه کار عملی داشتن، هرچی کلاس خیلی طول میکشه، مثلا میکشه به شب. و حالا اون موقعی که کرونا نبود، الان که هیچی. اون موقعی که کرونا نبود و قرار بود بیان توی کلاسشون و آزمایشگاه اینا دیر میرسن منزل. و هر کدوم از این 4 نفر وقتی وارد خونه میشن واکنش والدینشون متفاوته. حالا اگه
فرض بگیریم معمولا مامانا توی خونه منتظرن و باباها خب حالا ممکنه حضور نداشته باشن تو خونه. مثلا مامان یکیشون که اسمشو بذاریم حالا حامد عصبانیه، مامان مینا احساس گناه داره و خب طبیعتا رفتارش متفاوته، مامان رضا دلخور و نگرانه و مامان سمیرا غمگینه، اندوهگینه. در واقع هر کدوم اینا این احساسای متفاوتی که دارن، یعنی یکیشون عصبانی، یکیشون احساس گناه داره، یکیشون ناراحت دلخوره، اینا رفتاراشون هم متفاوته و بنابراین هر کدوم از این دانشجوی عزیز با یک در واقع واکنش متفاوتی روبرو میشن. خب حالا بریم ببینیم که چرا هر کدوم از این مامان ها احساسات متفاوتی داشتن. چه یکیشون عصبانی بود، یکیشون دلخور بود، یکیشون اضطراب داشت، نگران بود و این احساس های متفاوت از کجا می اومد؟ مثلا مامان حامد که عصبانی بوده داشته فکر میکرده که حامد اصلا براش مهم نیست که من انتظارشو میکشم، نمیفهمه یه مادر چقدر نگران میشه و هی این فکرها باعث میشده از دست حامد عصبانی بشه. مامان مینا که یه جورایی احساس گناه داشته، دلیل این احساس گناهش این بوده که داشته این فکرها رو تو ذهنش مرور میکرده که بمیرم الهی مثلا بچه‌مو چقدر اذیت میکنن این استادا، من اینقدر راحت تو خونه گرفتم خوابیدم، اون تا این موقع مونده توی دانشگاه داره زحمت میکشه، بازم مجبورش کردم بمونه. یه جوری عذاب وجدان گرفته بوده که چرا دخترش باید اینقدر زحمت بکشه، مثلا خودش الان دیگه عصری استراحت داره میکنه. حالا مامان رضا هم که مثلا داشته فکر میکرده که رضا بیشتر از من به درسش اهمیت میده، اصلا دوست نداره تو خونه باشه، بیشتر دوست داره بیرون باشه، اون یه جور دلخور بوده و مامان سمیرا هم یه جور دیگه. پس میتونیم در واقع یه نتیجه‌ای که بگیریم اینه که اون افکار و مرور ذهنی که مامانا توی ذهنشون داشتن باعث شده بود که احساسی که بهشون دست میده متفاوت باشه و در واقع اون احساس متفاوت هم باعث شده بود رفتار متفاوتی با فرزندشون که از در وارد میشه داشته باشن. در واقع روانشناسا طبق تحقیقاتی که کردن به این نتیجه رسیدن که بین اتفاقها و موقعیت‌هایی که در اطراف ما هست، در واقع بین محیط و در واقع شرایط محیطی، موقعیت‌ها، رویدادها و افکار ما و بعد احساس ما و رفتار ما ارتباط وجود داره. یعنی اینطوری نیستش که رفتار ما توی خلا اتفاق بیفته و یا حتما فقط متأثر از محیط باشه که بعضی از رفتارگراها که مکتبی از روانشناسی هست اینو اعتقاد دارن که ما بیشتر رفتار متأثر از محیطه و کاری به ذهن و درون آدما نداره. ولی روانشناسای شناختی، یعنی کسانی که مکتب شناختی دارن، روی فرآیندهای ذهنی بیشتر تاکید میکنن، معتقدن که بین این حالا محیط، افکار و احساس و رفتار ما ارتباط وجود داره و میشه گفت که مهمترین جزء رفتار ما فکرمونه. در واقع این محیط و موقعیت ها نیستن که باعث میشن ما یه رفتاری رو انجام بدیم یا ندیم. یعنی اگه بخوایم به اون مثال قبلی توجه بکنیم، موقعیت برای همه اون مامانا یکسان بود. یعنی همه اون مامانا، مامان حامد، مامان رضا، مامان سمیرا و مینا، همشون موقعیت برایشون یکسان بود که فرزندشون دیر اومده بود خونه. ولی چرا واکنشاشون متفاوت بود؟ به خاطر اینکه افکارشون متفاوت بود. خب پس میتونیم این نتیجه گیری رو بکنیم که این موقعیت ها نیستن که در ما یک واکنشی رو ایجاد میکنن، بلکه بیشتر اون فکر و بعد هم احساس متأثر از اون فکر هست که باعث میشه ما یه رفتاری رو انجام بدیم. البته نمیخوایم بگیم اصلا موقعیت تاثیر نداره ها،
یا مثلا رفتار اون فرزندانی که اون دانشجوهای عزیز رفتارشون، یا پیشینه ذهنی اون مادر، تجربیاتی که قبلا با اون فرزندش داشته تاثیر نداره؟ نه، همه اینا تاثیر داره. ولی چیزی که در اون لحظه باعث شده بود که یه مادری مثلا عصبانی باشه، داد بزنه، یه مادری قربون صدقه بره و رفتارها متفاوت باشه، افکاری بود که داشتن تو ذهنشون مرور میکردن. چون ما واقعا روزی 7,000 تا فکر داریم تولید میکنه ذهنمون. بنابراین خب این فکرها تو خلک نیست، باعث میشه که یه احساسی در ما ایجاد بشه و در واقع یک رفتاری را انجام بدیم. یکی از دلایلی هم که این رفتار انقدر روی واکنش های ما تاثیر میذاره، روی رفتار ما تاثیر میذاره، اینه که ما فکر میکنیم که هر چیزی که داریم بهش فکر میکنیم یا هر چیزی که تو ذهنمون هست واقعیت داره. یعنی چون فکر میکنیم این واقعی همین هست و ولا غیر، این چیزی که من دارم فکر میکنم، مثلا میگم مامان حامد اگه عصبانیه داره فکر میکنه که نمیدونم حامد اصلا به فکر من نیست، اصلا حواسش نیست که یه ذرم مادرش نگران نذاره و فلان، به خاطر اینه که باورشه که این تصوری که از حامد داره درسته و هرچی که داره بهش فکر میکنه حقیقت محضه، که اینو آیرون بیک، یکی از روانشناسای شناختی، بهش میگه که افکار اتوماتیک. خب این رابطه ای رو که من الان خدمتتون عرض کردم به صورت یک چرخه براتون اینجا گذاشتم. یعنی چرخه، بهش میگن چرخه موقعیت، فکر، احساس و رفتار. دوستان ببینید، حالا اگه بخوام روی این تخته با در واقع نشون بدم خدمتتون، ما مرتب توی ارتباطاتمون، حالا با خانواده، با دوستمون، با اگر ازدواج کردیم با همسرتون، مخصوصا به هر حال با کسایی که بیشتر در ارتباطیم، یعنی با کسایی که ارتباط بیشتر و نزدیکتری داریم، این در واقع چرخه ایجاد میشه. این چرخه خیلی تاثیرگذاره در روابط ما. این نکته رو خدمتتون عرض بکنم. ببینید، انسان توی روابط متولد میشه. یعنی ما توی خانواده متولد میشیم، توی خانواده بزرگ میشیم، توی خانواده هم حالا زندگی میکنیم و هستیم تا انشالله بعد از 120 سال که به هر حال باید بریم. بنابراین ارتباط ها برای انسان خیلی خیلی مهمه و اگه ما واقعا بخوایم یه زندگی سالمی داشته باشیم، یه سلامت روان خیلی خوبی داشته باشیم، آرامش داشته باشیم، نشاط داشته باشیم، زمینه چون به هر حال اگه آدم بخواد تو هر زمینه‌ای هم رشد بکنه، چه رشد علمی، معنوی، اقتصادی، اجتماعی، هر جوری بخواد رشد بکنه، اول باید روانش هم سالم باشه دیگه، هم جسمش هم روانش. و برای اینکه این روان سالم باشه، ما باید فضایی که توش زندگی میکنیم فضای آرومی باشه، کمتر تشتت داشته باشیم و این آرامش در سایه ارتباطهای خوبه که ایجاد میشه. اگر ما بتونیم با خانوادهمون و اطرافیامون ارتباطهای سالم و درستی رو برقرار بکنیم، در واقع خودمون آرامش داریم، به اونا هم آرامش دادیم. خب بنابراین این ارتباطه خیلی مهمه و این که میگم با خانواده، به خاطر اینکه ما بیشترین ارتباط رو با خانواده داریم. ممکنه خب بگین آره من تو دانشگاه میام با مثلا استادم یه ارتباطی دارم، با کادر آموزشی ارتباط دارم، یا محل کار، یا توی خیابون با بقال و نمیدونم سوپری و این ور اونورم ارتباط داریم، ولی اون ارتباطمون خیلی محدوده و معمولا هم ویترینمون رو میبریم اونجا. اصل اون خلقیاتمون و مشکلاتی که ممکنه برامون ایجاد بشه تو ارتباطایی که بیشتر با آدما داریم و نزدیکتره، با کسایی که بهمون نزدیکن صورت میگیره. خب حالا این چرخه توی ارتباط ما خیلی وقتا اختلال ایجاد میکنه. ببینید چجوری میخوام بگم. اینجا شما این
موقعیت رو فرض کنین، من مثلا یه موقعیت رو براتون مثال بزنم. موقعیت مثلا شما دیر میرسی خونه. خب این موقعیت برای مامان شما اینه که شما دیر رسیدی خونه، یا برای مثلا همسر شما اینه که دیر رسیدی خونه. خب چه فکری ممکنه بکنه اینجایی که بخوایم بگیم فکر و برداشت؟ فکر این که خب پس موقعیت برای مامان شما اینه که شما دیر اومدی. خب اینجایی که بنویسم مثلا دیر آمدن فرزند. خب چه فکری میکنه؟ اول که خب فکر میکنه که مثلا این چه بچه‌ایه، یه ذره به فکر من نیست، چرا یه خبری نمیده، چی شده؟ به هر یه فکرایی میاد. برداشتشون یعنی اون معنایی که به اون رفتار شما میخوام بدن چی میتونه باشه؟ مثلا این اصلا برای من اهمیت قائل نیست، اصلا منو به حساب نمیاره، ارزش برای من قائل نیست، یه ذره نگران مادرش نمیشه و حالا برداشت‌های مختلف. مثلا احساس کنه که مثلا بچه من برای من ارزش قائل نیست، منو به حساب نمیاره. خب این برداشت و فکری که داره میکنه باعث مثلا خشمش میشه. خب این خشمه چه رفتاری میکنه؟ وقتی شما وارد خونه میشین مثلا شروع میکنه سرتون داد زدن، این چه وقت اومدنه، کجا بودی تا الان، نمیگی یه زنگ بزنم مامانم نگران نباشه. پس یه رفتار مثلا پرخاشگرانه‌ای این میذاره. حالا یه رفتار پرخاشگرانه‌ای مادر مثلا با شما انجام میده. این رفتار مادر توی خلا نیستش که برای شما میشه موقعیت، برای شما میشه یک موقعیت. حالا این یه خورده جابجا شد. پس شما با چی مواجه میشین؟ موقعیت برای شما چیه؟ موقعیت برای شما پرخاشگری مادره. پس این میشه موقعیت برای شما پرخاشگری مادر. وقتی که مادر با شما پرخاشگری میکنه چه فکری میاد تو ذهنتون؟ مثلا یه فکری ممکنه بیاد که مامانم چرا انقدر داد میزنه، چرا انقدر عصبانیه. برداشتتون چی میتونه باشه؟ مامانم اصلا حساب نمیکنه، من دیگه بزرگ شدم، هنوز من بچه کوچیک میدونه، مثل بچه کوچیکا با من داره رفتار میکنه، اصلا انگار برای من آدم حساب نمیکنه. و برداشتتون ممکنه این باشه که به هر حال مادر موفقیت و رشد شما مثلا براش مهم نیست و مثل بچه هم داره با شما رفتار میکنه. حالا یه روز کلاستون طول کشیده این کارا رو داره. این فکر و برداشت ها روی شما یک تأثیری میذاره و باعث میشه مثلا یه احساسی پیدا کنین. حالا مثلا دلخوری، نمیدونم احساس مثلا حقارت، هرچی، یه احساسی پیدا میکنین که این احساس منجر میشه یه رفتاری انجام بدین. مثلا ممکنه رفتاری که ناشی از این دلخوری باشه اینه که شما یه جوابی به مامانت بدی، یا قهر کنی، یا سرد برخورد کنی. خب بعد همین مثلا قهر شما یا سرد برخورد کردن شما دوباره برای مامانتون میشه یک موقعیت. یعنی مامانتون دوباره با این موقعیت مواجه میشه که شما محلش نمیدین یا جواب محترمانه‌ای ندادین یا هر موقعیت نامطلوب دیگه‌ای که دوباره فکر، دوباره احساس، دوباره رفتار و دوباره ایشون یه رفتار نامطلوب دوباره روی شما تاثیر میذاره و در واقع یک چرخه معیوب و مشکل سازی بینتون ایجاد میشه و این باعث میشه هی رابطه ها سردتر بشه، هی از هم دورتر بشه. چون بالاخره کی میخواد اینا رفع و رجوع بشه؟ بله حالا آدم
بقیه مهارت‌های ارتباطی رو یاد بگیره متوجه میشه که خب خیلی جاها آدم باید بشینه صحبت کنه، دلخوری‌ها رفع کنه. ولی به هر صورت این چرخه خیلی توی روابط ما مخصوصا با افراد نزدیک زندگیمون اختلال ایجاد میکنه. خب حالا ما میخوایم در واقع ببینیم که برای اینکه این اختلال کمتر ایجاد بشه چیکار میتونیم بکنیم و چیکار کنیم که این مشکلات به وجود نیاد. خب ببینید دوستان، اولا خود آگاهی پیدا کردن از یه سری مسائل به ما کمک میکنه که دیدمون و نگاهمون به رفتار آدما و اطرافیامون تغییر بکنه. روانشناسا چند تا اصطلاح دارن در این رابطه که کمک میکنه که نگرش شما و آگاهی شما نسبت به این نوع ارتباطات تغییر بکنه و نسبت به کلاً فکرتون و رفتارتون و احساستون. یه اصطلاحی داریم به نام افکار خدایند منفی. این اصطلاح نشون میده که یعنی اینو مطرح میکنه برای ما که فکر نکنین همیشه فکراتون درسته. خیلی از افکار ما اشتباهه ولی به صورت عادت و ناخودآگاه میاد تو ذهنمون. حالا این فکرها که میاد تو ذهنمون بعدش چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه که ما شروع میکنیم در مورد این اطلاعاتی که وارد ذهنمون شده هی فکر کردن، یعنی پرورشش دادن، چاخ و برگش دادن، هی با خودمون صحبت میکنیم، انگار تو ذهنمون با خودمون حرف میزنیم. مثلا اگه بخوام همون مثال اولیه رو بگم، مثلا مامان حامد وقتی که داره فکر میکنه حامد اصلا به فکر من نیست، نگران من نیست، فکر نمیکنه من دلشوره میگیرم، این فکر اومده تو ذهنش. خب حامدی هم نیست که از خودش دفاع کنه، کسی نیست. این صحبت یک طرفه اتفاق میفته و شروع میکنه خودش هی پرورشش دادن، هی شاخ و برگش دادن، هی بیشتر این فکرها رو میکنه و بیشتر عصبانی میشه. در واقع یک فکری که اومده تو ذهنش فکر میکنه واقعی، درسته و اینو با تعبیر و تفسیری که هی داره با این صحبت درونی که با خودش داره این رو بیشتر باور میکنه. یعنی هی ما با خودمون صحبت میکنیم، هی پیش خودمون میگیم آره اون روزم اینجوری کرد، دیروزم اینو بهم گفت، پارسالم این کار رو کرد. هی این حرفایی که با خودمون میزنیم باعث میشه که احساس کنه که من واقعا درست دارم فکر میکنم، یعنی داره اون افکارش رو معنی میده و با بقیه تجربیاتی که داره تفسیر میکنه و یه معنی خیلی بدی داره بهش میده و در حالی که اون اصل واقعیتی که اتفاق افتاده بوده ممکن اصلا چیز دیگه بوده. ممکن اصلا حامد بیچاره مثلا مشکلی براش پیش اومده، حالا تقصیری نداشته، امکان اینکه اطلاع بده نداره، هرچی یه واقعیت دیگه بوده، ولی این واقعیت تجربه یا در واقع این حقیقت زیر اون تعبیر تفسیرایی که مامانه داره میکنه پنهان میشه و در واقع میفته توی یک وادی منفی، افکار منفی، ذهنیت‌های منفی که خب طبیعتا خیلی اذیتش میکنه اون مادر رو و باعث میشه که رفتاری رو نشون بده. خب چیکار باید بکنیم که ما توی این وادی نیفتیم و درگیر این منفی بافی‌های ذهنمون نشیم که انقدر تأثیر رومون نذاره؟ اول باید بفهمیم، ببینیم که واقعا اون فکرایی که داریم میکنیم درسته، درست نیست. آیا همه فکرها رو ما باید باش چالش کنیم، مبارزه کنیم یا نه؟ بعضی افکارمون میتونه درست باشه یا نه؟ چون بالاخره ذهن ما دائم داره تولید فکر میکنه. ما که نمیتونیم جلوی ذهنمون بگیریم که بهش فکر نکنیم. ذهن دائم داره تولید فکر میکنه. گفتم حدود 7000 تا فکر هر روز ما داریم میاد تو ذهنمون. ولی خب این افکار ما میتونن
مفید باشن، میتونن نباشن. یعنی ما دو نوع فکر داریم، فکرهای کارآمد و فکر ناکارآمد. حالا این فکرهای کارآمد میتونن مثبت باشن، میتونن منفی. یعنی ما هم فکرهای مثبت کارآمد داریم، هم فکرهای منفی کارآمد داریم. حالا این چطوری میتونه باشه؟ ببینید بعضی وقتا ممکنه شما نمیدونم یکی اومده فرضاً میخواد یه وسیله رو به شما بفروشه، شما تو ذهنت نگران میشی نکنه این داره گرون میده، سرم کلاه میذاره، نکنه داره الکی میگه. حالا من یه مثال خیلی ملموسشو دارم میزنم، خیلی اتفاقای توی زندگی ما میفته. مثلا یه فردی به ما نزدیک میشه، میخواد به هر حال اظهار محبتی بکنه، هرچی. خب اگر ما یه ذره داریم متوجه میشیم این داره دروغ میگه یا یه تحقیقی در موردش کردیم فهمیدیم آدم درستی نیست، درسته که فکر منفی اومده تو ذهنمون، ولی این فکر منفی درستی بوده و کارآمدم بوده. به هر حال نمیتونیم که همیشه خودمون رو گول بزنیم بگیم همه چی گل و بلبله و هیچ مشکلی وجود نداره. این که گاهی وقتا ما افکار منفیمونم ممکنه درست باشه و کارآمد باشه و به دردمون بخوره. افکار مثبت درست هم که خود طبیعتاً کارآمد هست دیگه. ولی افکار ناکارآمد چطوری میتونن هم مثبت باشن هم منفی؟ و بیشتر کار ما هم با افکار ناکارآمده. افکار کارآمد که خوبن و درستن و اوکی، اما کاری باشون نداریم. ما بیشترین کاری که الان باید بکنیم نسبت به افکار ناکارآمدمونه. افکار ناکارآمد اگر مثبت باشن و غلط باشن، مثل این که زیادی آدم خوشبین باشه، مثلا مخصوصا این اتفاق قبل از ازدواج هم خیلی میفته. یکی رو دوست داری و انقدر ویژگی‌های مثبتش برات بارز میشه که نمیتونی مشکلاتش رو ببینی. اگر حتی مشاور، دوستات، کسای دیگه هم بگن که بابا این فلانی این ایراد داره، ولی انقدر میخوای مثبت ببینی و اون اشکالاش هم شاید ما توجیه میکنی و از زاویه مثبت میبینی، خب این غلطه و این فکر مثبتیه که ناکارآمده و آسیب داره بهت میزنه. افکار منفی هم که اگه بخواد غلط باشه همین خطاهایی که بیشتر ما باهاش مواجه میشیم. مثلا همین این مثالی که الان زدم، مثلا مامان فرزند اون رضا فکر کرد که، یا مثلا مامان اون حامد فکر میکرد که پسرش اصلا به فکرش نیست، یا مامان نمیدونم سمیرا فکر میکرد که نمیدونم دخترش دوست نداره باش زندگی کنه. حالا یادم از اون مثالا دارم میگم. خب چون این فکر تو ذهنش اومده بود و با همینم داشت کلنجار میرفت، طبیعتا احساس ناکارآمدی هم میومد سراغش و رفتارش هم نامطلوب میشد و اون فکرش هم غلط بوده. اصلا معلوم نیست دخترش یا پسرش تو چه شرایطی بوده این داره اینجوری فکر میکنه. پس ما اگر بتونیم تشخیص بدیم کدوم فکرمون مثبت، کدوم فکرمون منفیه و بعد حالا این مثبت و منفیش درستن غلطن، اون وقت میتونیم بفهمیم کدوم فکرمون کارآمده، کدوم فکرمون ناکارآمده و اونجایی که فکر ناکارآمد بود چه مثبت و چه منفیش باید اصلاح بشه. حالا توی این درس ما دنبال اینیم که چطوری افکار ناکارآمدمون رو پیدا کنیم، چون صرف این که ما یه سری اطلاعات داشته باشیم، اون اطلاعات بدون اینکه ما اطلاعاتمون رو خالص و سالم داشته باشیم به دردمون نمیخوره. به قول دکارت میگه که افرادی میشه بهشون روشن فکر گفت که هم توانایی تفکر و اندیشیدن نقاد رو دارن، یعنی هم میتونن فکر کنن و نقد کنن افکارشون رو، بفهمن ایرادای کارشون کجاست. حالا ایرادای دیگران هم یعنی به اصطلاح کلا تفکر نقاد رو دارن، هم اگر نقدی یعنی عیب و ایرادی پیدا کردن شهامت اینو دارن که با اون افکار منفیشون یا با اون مشکلات روبرو بشن و حذفشون کنن. بنابراین
ما فقط بخوایم یه سری هی درس بخونیم، اطلاعات تو ذهنمون انباشته کنیم، یا انبارداری داریم میکنیم و اندیشیدن درست رو باید یاد بگیریم. برای اینکه اندیشیدن درست رو یاد بگیریم، مهارت خودارزیابی افکار رو باید بلد بشیم. چرا گفتم؟ برای اینکه ما با دیگران زندگی میکنیم و ارتباطی که با دیگران داریم خیلی مهمه که سالم باشه، و از طرف دیگران تو ذهن ما زندگی میکنن. یعنی شما از هر کسی از اطرافیاتون یه پرونده تو ذهنتون دارین. وقتی مثلا یاد دوستتون میافتین، یاد مامانتون میافتین، یاد خواهرتون میافتین، اگه همسر دارین یاد همسرتون میافتین، یه ویژگی های، یه ذهنیتی نسبت به ایشون تو ذهن شما هست که این ذهنیت چجوری ایجاد شده؟ در اثر اصطلاح اون تجربیاتی که از قبل با ایشون داشتین، روابطی که از قبل باشون داشتین، اتفاقایی که بینتون افتاده، حرفایی که بینتون رد و بدل شده، و همه این تجربیات و اتفاقاتی که بینتون افتاده یک ذهنیتی توی ذهن شما درست کرده که حالا شما هر رفتاری که با ایشون میکنید و هر برداشتی که از حرفای ایشون، رفتارشون میکنین، بر اساس اون ذهنیتی که توی ذهنتون دارین انجام میشه. برای همین ما برای اینکه بتونیم افکارمون رو ارزیابی بکنیم یا خود ارزیابی بکنیم، باید اول ببینیم که توی ذهن ما چی داره میگذره، چه پرونده‌ای برای هر کسی ساختیم، چه ذهنیتی نسبت به هر کسی داریم. ببینید ما به این پرونده هایی که توی ذهنمون هست، یعنی روانشناسا در واقع میگن ساختارهای شناختی. یعنی ما در مورد هر موضوعی، هر مفهومی، هر کسی توی ذهنمون یه سری اطلاعات داریم، یه سری باورها داریم، یه نگرشی داریم. اینها در کنار هم یه مجموعه رو تشکیل میده که بهش میگن ساختار شناختی. حالا این ساختارهای شناختی در واقع مثل یک عینک میمونن که ما میزنیم رو چشممون و از پشت اون عینک داریم به آدما و موضوعها و اتفاقای اطرافمون نگاه میکنیم. یه لنزایی هستن که میزنیم رو چشممون. حالا برای اینکه ما متوجه بشیم که آیا این ساختارهای شناختی که تو ذهنمون تشکیل شده یا آیا این افکاری که میاد تو ذهنمون درست، غلطه، آیا ما در واقع داریم از پشت عینک میبینیم فرد رو، رفتارش رو، یا نه داریم واقعا رفتار سالمش رو میبینیم. اولین قدم اینه که، یعنی در واقع برای خود ارزیابی افکارمون اولین قدم اینه که نسبت به افکار خودمون شک کنیم. یعنی اصلا اول ببینیم که این فکر ما درسته یا نه. پس روند مهارت خود ارزیابی افکار یا در واقع تفکر نقاد که یکی از ویژگی‌های آدمای روشن فکره که جناب دکارت هم میگه، اول اینه که فکرمون رو ببینیم، مشاهدهش کنیم، رصدش کنیم و بعد در موردش فکر کنیم، در مورد فکرمون فکر کنیم و ارزیابیش کنیم، ببینیم که واقعا چقدر درسته، در واقع به چالش بکشیم فکرمونو و با این به چالش کشیدن خطاهای شناختیمون رو در بیاریم. یعنی اون خطاهای شناختی یعنی اگر بنا هست ما اشتباه و خطا داریم برداشت میکنیم و دچار یک خطایی شدیم در برداشت‌هامون و افکارمون که الان توی تختم بهتون نشون دادم، اینو من بفهمم، شناساییش کنم. بعد که اینو شناسایی کردم، اون وقت تازه با یک سری تمرین باید سعی کنیم که این خطاها رو کاهش بدیم توی افکارمون و در واقع توی رفتارمون. خب پس تا اینجا متوجه شدیم که ما برای اینکه ارتباط سالم با افراد داشته باشیم باید رفتارمون درست باشه. رفتارمون ناشی از احساسمونه و احساسمون هم ناشی از افکارمونه. حالا این افکارمون ممکنه گاهی وقتا
درست نباشه، یعنی دچار یک سری خطاهایی شده باشیم. روانشناسا اومدن یه سری از خطاهایی که بسیار رایج هست و عموماً بهش دچار میشیم و برامون در آوردن و به همون معرفی کردن که عرض کردم خدمتون همین که شما آگاهی پیدا کنین نسبت به این خطاها و شناخت پیدا کنین که چه خطاهایی ممکنه دچار بشیم، کلی روی رفتارتون و احساستون تاثیر میذاره. حالا شما سر کلاس‌های حضوری، اگه حضوری منظورم 2 واحد یا تشریف داشته باشین، میبینین که خب اونجا چون تعامل برقرار میشه بچه‌ها همون موقع فیدبک میدن و گاهی هم هفته‌های بعد میگن که چقدر این مثلا آگاهی که پیدا کردیم هنوز حالا غیر از تمرین کردنش کمکمون کرد که در واقع مچ خودمون رو بگیریم توی روابطمون با خانواده و اطرافیامون. خیلی جاها متوجه شدیم، خودمون متوجه اینجا من داشتم مثلا دچار این خطای شناختی شده بودم. انواع خطای شناختی که در واقع روانشناسا مطرح کردن، من اسامیشو اینجا به صورت فهرستوار میگم، بعد یه خورده بیشتر در موردش توضیح میدیم. فرضیه سازی، پیشگویی، گسسته بینی، درشت‌نمایی، برچسب زدن، کوچک نمایی، تعمیم یا تعمیم مبالغه آمیز، سفید و سیاه دیدن، باید اندیشی، نتیجه گیری شتاب زده، استدلال اشتباه در مورد کنترل، مقصر دانستن دیگران و مقایسه های ناعادلانه، قضاوت کردن، نادیده انگاری شواهد متناقض، استدلال هیجانی و تأسف گرایی. حالا دونه دونه اینا رو یکم با مثال با هم میریم جلو. یکی از خطاهای شناختی که خب خیلی احتمال این که بهش مبتلا بشیم زیاده، ذهنخوانیه یا فرضیه سازیه در واقع. یعنی اینکه ما بدون اینکه دلیل قانع کننده، سندی، مدرکی، چیزی داشته باشیم، یه ذهنیتی، یه فرضیه، یه حدس و گمانهایی در مورد نیت آدما، علت رفتاراشون، انگیزه‌هاشون، احساساتشون تو ذهنمون شکل میگیره. در واقع ذهنخوانی میکنیم، فرضیه سازی میکنیم، اینکه آره من میدونم منظورش اینه، منظورش اون بود، این به خاطر این اون کارو کرد، این به خاطر اون این حرفو به من زد، من میدونم این اینجوری میخواد بکنه و این چیزایی که من فکر میکنم خودم میدونم و اینا، یعنی در واقع داریم حدس میزنیم دیگه و مطمئن نیستیم که دلیل و مدرکی نداریم، سندی نداریم و نرفتیم واقعا ازش بپرسیم تو منظورت چی بود. مثلا شما داریم کنفرانس میدی سر کلاس، یا میبینی 2 تا دوستات دارن ته کلاس بیخندن، تو دلت ممکنه این بیاد یا تو ذهنت این بیاد که آره اینا دارن به من میخندن، اینا میخوان منو مسخره کنن، در صورتی که اونا ممکنه یه چیزی بین خودشون به وجود اومده باشه. این که داری حدس میزنی که اینا دارن به من میخندن، طبیعتا حالتو بد میکنه و بعدا نسبت به اون دوستت ممکنه یه رفتار خوبی نشون ندی. خب به هر حال این توی خونه هم همینطور، مثلا مامانت نیومده چند ساعت به شما سر بزنه، توی اتاقی داری درس میخونی، یه میوهی مثلا یادت کنه یا مثلا نهار بخورن شما رو صدا نکردن، ممکن فوری بگی که آره اینا مامانم مثلا حواسش به من نیست، که فقط حواسش مثلا به خواهرمه، به برادرمه. یعنی این ذهن، این حدسی که تو داری میزنی ممکنه غلط باشه، مطمئن که نیستی و برای همین میگیم خطای شناختی، چون یه چیزی که معلوم نیست درست باشه یا غلط باشه اومده تو ذهنت و بر اساس همونم داری حکم صادر میکنی، مثلا دلخور میشی، قیافه میگیری براش، رابطتو کم میکنی، نمیدونم، بالاخره هر رفتاری که عرض کردم ناشی از اون احساس بدی که سراغمون میاد. البته ذهنخوانی از اون ورم هست، یعنی اینکه ما انتظار داریم دیگران ذهن ما رو بخونن. مثلا
ناراحتی، حالت خوب نیست و خب مامانت هم حواسش نیست، داره کارشو میکنه، ولی شما انتظار داری که خودش بفهمه شما چت شده و بیاد ازت بپرسه مثلا فلانی چی شده، چرا ناراحتی، چیزی لازم داری، یا یکی دوستات مثلا دارین با هم حرف میزنین و خب طبیعتا وقتی که دارین با هم حرف میزنین ممکنه متوجه مثلا شما ناراحت بشین، متوجه ناراحتی شما نشه، ولی شما از این دلت برنج ناراحت بشی که چرا این خودش نمیفهمه من از چی ناراحت شدم، من سکوت کردم چرا نمیاد بگی چت شده. یعنی انتظار داریم دیگران ذهن ما رو بخونن و بدونن ما چیمون شده، در صورتی که روانشناسا میگن که شما هر وقت هر مشکلی داری، هر حرفی داری، هر گلگی داری، هر نیازی داری، هر درخواستی داری، هر احساسی داری، باید بتونی با اون کسی که این در ارتباطی بشین صحبت کنی و مطرح کنی. البته نحوه مطرح کردنش رو بهش میگن ابراز سازگارانه که خودش یه مهارت دیگه است، باید یاد بگیریم. ولی به هر حال این که نگی و فکر کنی اونا باید خودشون بدونن، 10 ساله با هم دوستیم هنوزم من نمیدونه من چرا ناراحت شدم، خودش باید بفهمه. نه، خودش نمیفهمه. پس این انتظار ذهنخوانی هم یه خطای شناختی دیگه است. یه ویژگی نوجوان ها دارن که احساس میکنن تماشاگر خیالی هستن، یعنی فکر میکنن که دیگران همیشه حواسشون به اوناست، یعنی مثلا مهمونی میرن همه حواسشون فقط به ایشونه، تو خیابون داره میره همه حواسشون و توجهشون به ایشونه. اینو بهش میگن تماشاگران خیالی که بعضی نوجوانا دوچارش میشن. حالا اگه تو نوجوانی کسی بود و دوچاری همچین مشکلی شد که فکر میکنه همه حواسشون به اون هست و دارن میدونن دیگه اون چشه، این تا نوجوانی خیلی اشکال نداره، ولی در دیگه سن شماها که معمولا از نوجوانی در اومدین و الان جوان هستین، دیگه همچین چیزی عادی نیست و اگه باشه در واقع خطای شناختیه. یعنی اگر شما انتظار دارین دیگران بفهمن شما چتونه و تازه اگرم نفهمن فکر میکنین که منو دوست نداره و اون فهمیدن و نشونه محبت میدونی، این یه نوع خطای شناختیه و ربطی هم به همدلی و اینجور چیزا نداره که بگیم ها فلانی اصلا همدلی با من نمیکنه یا هوش هیجانی نداره، احساسات منو درک نمیکنه. نه، این یه نوع فرافکنی افکاره. یکی دیگه از مشکلاتی که توی روابط ما به وجود میاد که توی ذهنمون ایجاد میشه پیشگوییه. یعنی ما هی داریم پیش بینی میکنیم که این اتفاق میخواد بیفته. نه، من که میدونم آخرش این درس رو پاس نمیکنم. من میدونم اگه برم باش حرف بزنم آخرش دعوامون میشه. من میدونم بابام آخرش نمیخواد این پولو به من بده. من میدونم اگه تو این کار برم شکست میخورم. یعنی هی حوادث بد رو پیش بینی میکنیم. خب طبیعتا این پیش بینی های منفی توی رابطمون، توی اقداماتمون، توی رفتارامون تاثیر میذاره دیگه. مثلا من قراره برم با مامانم در مورد موضوع مهمی صحبت کنم، ولی میگم که من میدونم اگه برم با مامانم صحبت کنم دعوامون میشه، ولش کن. خب صحبت نمیکنم. خب این وقتی صحبت نمیکنیم مسئله حل نمیشه دیگه. بنابراین خب بهتره که ما توی زمان حال باشیم و انقدر از گذشته و آینده نیاریم توی ذهنمون و دچار خطای شناختی بشیم. یکی دیگه از خطاهای شناختی، دوستان باز یه نکته رو دقت کنید، خطاهای شناختی دارم میگم و یعنی ما نمیخوایم خودمون رو گول بزنیم. یه جاهایی که واقعا ممکنه یک رفتار خطایی یا چیز بدی رو دیده باشیم یا بالاخره مشکلی وجود داشته باشه که هست، اون بخشی که ناکارآمده ممکنه غلط دریافت کرده باشیم و دچار خطا شده باشیم و داریم شناسایی میکنیم. یکی دیگه از خطاهای شناختی که ممکنه دچارش بشیم گسسته بینیه. یعنی چی؟
یعنی اینکه فقط یه جنبه از یک موضوع یا یک رفتار یک فرد رو یه جنبه خاصی رو در نظر بگیریم و بقیه رو نادیده بگیریم. حالا بیشتر ما این گسسته بینی رو در جنبه های منفی میبینیم. مثلا تو ذهنش اینه که ذهنیت که نسبت به مثلا باباش پیدا کرده اینه که مثلا بین من و خواهرم تبعیض قائل میشه، بین من و برادرم تبعیض قائل میشه، اونو بیشتر از من دوست داره. حالا باباه هر کار مثبتی براش بکنه، برای این بنده خدا نمیبینه، ایگنورشون میکنه، نادیده میگیره، اصلا توجه نداره. ولی کافیه یه بار یه کار منفی در حقش بکنه، فوری اونو میگیره. یا یه کاری بکنه برای برادرش یا خواهرش که برای این نکرده، فوری اونو میگیره. یعنی جنبه های منفی رو میگیره و جنبه های مثبت رو نادیده میگیره. یعنی در واقع نیمه خالی لیوان رو دیدن. خب اگه بخوایم جنبه مثبتش رو بگیم که مثبت ها رو میگیره منفی ها رو میگیره، باز بیشتر میتونیم به قبل از ازدواج، موقعی که یکی رو دوست دارین، ممکنه اصلا جنبه های منفیش رو نگیرید، دچار گسسته بینی اینجوری بشی، فقط مثبت هاشو بگیرید. خب به هر حال هر دو صورتش اینجا همون مثبت غلط میشه که داره به شما آسیب میزنه. خب این مشکل در آدمای تایید طلب و کسایی که عزت نفسشون پایینه خیلی خیلی ممکنه خودشون نشون بده. در افراد تایید طلب یا اونایی که عزت نفسشون پایینه، ممکنه مثلا همه چیشون اوکیه، همه دارن تایید و تحسین میکنن، یه انتقاد کوچولو این دیگه کلی به همش بریزه، چون اونا رو دیگه نمیبینه، اون مثبت ها رو دیگه نمیبینه، فقط اون نقطه منفی رو که انتقاد ازش کردن میبینه و دیگه کلا حالش بد میشه. این که توی دیکته ما غلط ها رو فقط میبینیم هم شاید یک فرهنگ غلطیه یا در واقع سیستم آموزشی غلطیه که از همون بچگی یاد میگیریم فقط غلط ها رو ببینیم و اینا باید اصلاح. خب درشت نمایی یا فاجعه سازی در واقع یک خطای شناختی دیگه که باز زیاد بهش ممکنه مبتلا بشیم. در واقع ما ممکنه مشکلات خودمون یا مشکلات دیگران رو یا در واقع خطاهای دیگران یا خطاهای خودمون رو انقدر گنده بکنیم و انقدر موضوع کوچولویی رو بزرگ بکنیم که دیگه انگیزه هیچی رو نداشته باشیم یا رابطمون رو خراب کنه. حالا مثلا یادش رفته تولد رو تبریک بگه، یا نمیدونم اون روز تحویلت نگرفت، انقدر اینو برای خودمون گندش بکنیم که پس معلوم میشه این دیگه اصلا منو نمیخواد، این اصلا به من اهمیت نمیده، هی برای خودمون شاخ و برگ درست کنیم، هی گندش کنیم که از درون حالمون بد میشه و ما طبیعتا نمیتونیم رابطه خوبی با اون فرد برقرار کنیم. یا برای خودمون، من اگر مثلا این دانشگاه قبول نشم دیگه نمیتونم، دیگه اگه این رشته رو نتونم مثلا فوق بخونم دیگه ادامه تحصیل نمیدم. یعنی اینقدر اون مسئله رو برای خودمون گنده میکنیم که دیگه توان از خودمون میگیریم، رابطه رو خراب میکنیم. یا مثلا یه اتفاقی که افتاده یا یه مشکلی که داریم، یا اینقدر اینو بزرگ فاجعه میکنیم دیگه، یعنی بدترین حالت رو براش متصور میشیم و خب طبیعتا این تحمل آدم رو، انرژی آدم رو میگیره. گاهی وقتا موفقیت های دیگران رو انقدر بزرگ میکنیم که دیگه موفقیت های خودمون به چشمون نمیاد. فکر میکنیم که مثلا من هنری نکردم، فلانی رو ببین چه وقت، بعد اینا انرژی رو از آدم میگیره دیگه، انگیزه رو از آدم میگیره. برچسب زدن یعنی اینکه شما یک مشکلی، خطایی،
قصوری، کوتاهی از اطرافیاتون وقتی دیدین، به جای اینکه روی خود اون رفتار زوم کنین و خود اون رفتار رو نقد کنین یا تذکر بدین یا به هر حال گلگی کنین، هرچی، بیاین کل شخصیت اون فرد رو زیر سوال ببرین. مثلا حالا بخوایم برعکس مثال خودتون رو بزنم، مثلا اتاقتون نامرتبه، نرسیدی اتاقتو تمیز کنی یا وسایلتو منظم بچینی، مامانتون اگه بیاد تو اتاق و ببینه که این اتاق ریخت و پاشه، به جای اینکه بگه مثلا دخترم، پسرم، خواهش میکنم که اتاق تو تمیز کن، وقتی اتاق تو اینجوری شلوغه من اذیت میشم، بیاد بگه که تو اصلا شلخته ای، تو اصلا تنبلی، تو آدم مسئولیت پذیری نیستی، تو آدم لاابالی هستی، بی نظمی. اینایی که دارم میگم ببینید یه ویژگی شخصیتیه که انگار داره یه لیبل زده میشه به فرد. به جای اینکه بگه این رفتارت اشتباهه، تو اتاقتو تمیز نمی کنی، داره میگه تو تنبلی. خب آیا توی همه کاراش تنبل بوده؟ آیا درس هم نمیتونه بخونه؟ آیا توی مثلا ورزش هم تنبله؟ توی هیچی؟ خب این که یه ویژگی خیلی کلیه، نمیشه یه چیز خیلی کلی رو در رابطه با یک رفتار به فرد لیبل زد. خب اینجا ما باز اگر فکرمون رو به چالش بکشیم و ببینیم که آیا واقعا داریم درست بگیم این آدم تنبله یا این آدم مثلا بی‌نظمه، توی همه موارد اینجوره، میفهمیم که به جایی که رفتارش رو زیر سوال ببریم داریم لیبل میزنیم بهش. گاهی وقتا به خودمونم لیبل میزنیم. خب مثلا ممکنه توی درسی شما نتونستین نمره خیلی خوب بیاری، به خودت ممکنه این لیبل بزنی من اصلا خنگم، من کودنم، من اصلا ارزشو ندارم و اینا. خب میدونین به هر حال تأثیر خیلی میذاره روی روحیه آدم، روی انگیزه آدم. خطای بعدی کوچک نماییه، یعنی اینکه زیبایی ها، خوبی ها، محاسن حالا چه خودت چه اطرافیان رو به حساب نیاری، کوچیک ببینی. مثلا که هنری نکردم دانشگاه قبول شدم، این که چیز خاصی نیست. من هنری نکردم این درس خوب نمره آوردم، بابام هنری نمیکنه که مثلا داره شهریه منو بده، مامانم حالا کاری نکرده که. یعنی همه چیز رو دست کم بگیریم، کوچیک بگیریم، حالا چه توانایی و نقاط مثبت خودمون رو، و برعکس ممکنه مثلا مشکلات اطرافی‌ها رو کوچیک ببینی، مال خودتو، خوبیای خودتو، مشکلات اونا رو کوچیک ببینی و فکر کنی اونا مشکلی ندارن و برای همین حسرت اونا رو بخوری، فکر کنی همش من باید مثلا هر سنگی به پای لنگی و از این حرفا. بنابراین این هم میتونه یک خطای شناختی باشه که ما محاسن خودمون و موفقیت‌های خودمون و زیبایی‌های خودمون یا اطرافیامون رو دست کم بگیریم، خوبی‌های مادرمون و همسرمون و خواهرمون و دوستمون رو نبینیم و خب طبیعتاً روی رفتار و ارتباطمون تأثیر میذاره. تعمیم مبالغه آمیز یک خطای شناختیه که وقتی ما دوچارش میشیم و توی گفتارمون میاد، طرف مقابل خیلی اذیت میشه و موضع میگیره. مثلا اگر مامان شما بیاد ببینه که مثلا یه بار دیر بری خونه، بگه تو همیشه دیر میاد، حالا یه بار کمکش نتونی بری بدی، بگه تو هیچ وقت کمک من نمیدی، من هر وقت اومدم اتاقت نامرتب بود، من هر وقت تو رو دیدم گوشی دستت بود، سرت تو گوشی بود. یعنی از کلماتی همیشه، هر وقت، هیچ وقت، اصلا، همه جا، خلاصه این کلماتی که تعمیم پیدا میکنه به همه موارد، به همه زمانها، مکانها و رفتار شما، اینها توی ذهن طرف مقابل آزاردهنده است. مثلا فرض کنین که مامانت بیاد بگه تو همیشه سرت تو گوشی است. خب طبیعتا اینجوری نیست دیگه، به هر حال خیلی وقتا داری درس میخونی، خیلی وقتا میای حلشون میشینی، کمک میدی. حالا اگر
این جمله به شما گفته بشه خب اذیت میشی که میخوای بگی من کی همیشه تو گوشی بودم. حالا اگه خودمونم در محاوراتمون از این کلمات استفاده کنیم طبیعتا طرف مقابل اذیت میشه و حالا گاهی وقتا حتی به طرف هم شاید نگیم ولی تو ذهنمون اینه که مثلا مامانم هیچ وقت به من اهمیت نمیده، بابام هیچ وقت برای من هیچ کاری نکرده، همسرم اصلا منو دوست نداره، اصلا به من توجه. خب این اصلا هیچ وقت همیشه داره چیکار میکنه؟ داره چه بلایی سر ما میاره؟ داره باعث میشه که ما ذهنیتمون نسبت به اونا منفی بشه و اون ساختارهای شناختی یا در واقع پرونده هایی که تو ذهنمون ازشون میسازیم یه پرونده سیاهی میشه. مثلا همسر من اصلا منو دوست نداره، اصلا برای من ارزش قائل نیست، مامانم به من توجه نمیکنه، بابام هیچ وقت برای من کار نکرده. خب شما اگه این لنز رو بذارید جلو چشت و رفتارهای باباتو بخوای از این لنز نگاه کنی با یک ذهنیت منفی دچار اون گسسته بینی هم میشی، یعنی دیگه اون خوبیاش هم نمیبینی و خب تاثیر میذاره رو احساست و رو رفتارت. وقتی رو رفتارت تاثیر گذاشت طبیعتا روی طرف مقابل هم یه تاثیراتی میذاره و اون چرخ معیوبه اتفاق میفته. به هر حال این کلمات یه بار منفی ایجاد میکنه و باعث این میشه که آدم از یک اتفاقی، یه رفتار بدی، یه چیز کوچیکی که از اطرافیاش میبینه، یه کاهی که میبینه کوه بسازه و اون خودش اثراتش روی ما این بشه که ما دچار اضطراب و افسردگی و ناامیدی بشیم. تفکر همه یا هیچ یا سیاه و سفید دیدن خب یک نوع تفکر دو قطبیه، یعنی یا باید 100 باشی یا اگه نیستی یه ذره 100 نمیتونی باشی دیگه 0. یا این دانشگاه یا هیچ دانشگاهی، یا این مارک یا هیچ مارکی، یا باید نمیدونم فلان رشته یا هیچ رشته. خب این هم در مورد خودت و هم در مورد دیگران اگر بخواد انقدر 0 و 100 نگاه بکنیم طبیعتا خیلی آزاردهنده است و خیلی آدم ها رو بالاخره هیچ کس که 100 نیست، خیلی آدم ها میخوان تو چشت بیفتن، خودت همینطور و در واقع یه نوع تفکر افراطی و تفریطیه. ما همه آدمایی هستیم که توی طیفیم دیگه، حالا یکی 80 یکی 70 یکی 50 به هر حال 0 و 100 نگاه کردن خیلی بده. حالا این 0 و 100 نگاه کردن به آدما یه طرف ما برای خودمون خیلی ممکن دچار این مشکل بشیم، یعنی یه معیارای خیلی سختی، یک چارچوب‌ها، اهداف یا یک اصول خیلی سفت و سختی برای خودمون در نظر بگیریم و بعد اگر نتونیم به اون چارچوب‌ها و اهداف خیلی سفت و سختی که برای خودمون در نظر گرفتیم برسیم دیگه به هم بریزیم و اصلا کلش رو انجام ندیم. که بیشتر آدمایی که دچار این مشکل میشن بهشون میگن کمالگرایی منفی، یا اگر طرحواره‌ای به قول روانشناسا بخوایم نگاه کنیم معیارهای سختگیرانه دارن، طرحواره معیارهای سختگیرانه دارن. کمالگراهای منفی یعنی چیکار میکنن؟ ببینید کمال که چیزی بدی نیست، دنبال کمال بودن، کمالگرایی، ولی وقتی که انقدر سفت و سخت میشه و اهداف و اصول سفت و سختی برای خودش قرار میده و بعدم 0 و 100 نگاه میکنه، اگه یه ذره نتونه 100% به اون برسه دیگه کلش رو ول میکنه و اصلا رها میکنه، این میشه کمالگرایی منفی که اهمال کاری ها هم به همین دلیل ایجاد میشه، چون میبینه مثلا نمیتونه 100% انجام بده، از بیخوبون اصلا هی به تعویق میندازه، انجام نمیده، روحیه نداره، انگیزه نداره و در واقع تفکرش بسیار تفکر انعطاف ناپذیریه و میانه و حد و وسط نداره. خب حالا آدمایی که کمالگرای منفی هستن دچار خشم شدیدن، فشار زیاد دارن، عصبیان، استرس زیاد دارن و کلا از زندگیشون لذت نمیبرن. خب دیگران هم اگه بخوایم 0 و 100 نگاه کنیم که طبیعتاً با هیچ کس نمیتونیم رابطه خوبی برقرار کنیم، انتظار داشته باشیم همیشه همه چیش اوکی باشه، همیشه با من خوب باشه، همیشه همه کارو به بهترین وجه برای من انجام بده، همیشه بهترین چیزا رو به من بده، بهترین حرفا رو بزنه. خب اینجوری طبیعتاً
یه چیز خیلی واقعی نیست. باید اندیشی هم در واقع این باید نباید هایی هستش که تو ذهنمون داریم. یعنی ما برای خودمون یه باید هایی داریم، برای دیگران هم یه باید هایی داریم که اگه اینا انجام نشه دیگه اوقاتمون تلخه و اعصابمون به هم ریخته، رابطه هم خراب میکنه. حالا اون باید هایی که باید نباید هایی که برای خودمون داریم اگه نتونیم انجامش بدیم یا بهش برسیم احساس گناه پیدا میکنیم، ولی اگه توی دیگران این باید نباید ها اتفاق نیفته اونجوری که ما میخوایم، ازشون میرنجیم، عصبانی میشیم، سرخورده میشیم، احساس ناکامی میکنیم. حالا توی بخش بعدی در مورد اینکه این بایدها چجوری ایجاد میشه و چیکارشون باید بکنیم بیشتر صحبت میکنم براتون. استدلال اشتباه در مورد کنترل اینه که ما همه اتفاقای اطرافمون رو بخوایم به خودمون ربط بدیم، بگیم تقصیر من شد اینجوری شد. حالا اگه مثلا مامانم مریض شده تقصیر منه، اگه نمیدونم خواهرم نتونست فلان کارو بکنه من مقصرم. هی دنبال این باشیم که علت حوادث رو به خودمون ربط بدیم و هی دچار عذاب وجدان و احساس گناه بشیم که طبیعتا این احساس گناه افسردگی میاره و وقتی هم افسرده باشیم یا فرد افسرده هم خودش رنج میبره، هم به اطرافیاش آسیب میزنه. وقتی حالش خوب نیست تو خودشه، همش غمگینه، خب حال بقیه هم خراب میکنه دیگه، رابطه هاش هم خراب میکنه. سرزنشگری نقطه مقابل اون مورد قبلی که الان عرض کردم، یعنی دیگران رو تقصیر کار بدونی و همیشه دنبال مقصر باشی، همش دنبال این باشی که فرافکنی بکنی و سهم خودت رو توی اتفاقات نبینی. دوستان اینو همیشه بدونید، توی هر اتفاقی، هر مشکلی که تو رابطه ها ایجاد میشه، به هر حال دو طرف یه سهمی دارن. حالا ممکنه یکی 80 یکی 20 یا ممکنه 50 کمتر بیشتر، ولی به هر حال هر کدوممون یه سهمی داریم. یه گوشه کارم از دست ما ایراد داشته، ولی خب آدمایی که این خطای شناختی رو دچار میشن که بیشتر آدمای خودشیفته اینجوری هستن، سهم خودشون رو نمیبینن، مسئولیت رفتار خودشون رو نمیپذیرن و همیشه دنبال این هستن که مقصر پیدا کنن و مسئولیت مشکلات رو گردن اون بندازن و فرافکنی کنن. خب طبیعتا این مشکل باعث میشه که هر دو طرف دچار خشم و نفرت بشن از همدیگه و دنبال مجازات همدیگه باشن. مقایسه هم که دیگران رو هی میایم تو ذهنمون با یه کسی که شاید خیلی بالاتر از اونه مقایسه میکنیم. مامانای مردم اینجوریان، باباهای مردم اینجوریان، نمیدونم همسر فلانی اونجوریه، شوهر خالم اونجوریه، شوهر دختر خالم اونجوری بود، زن داداشم اینجوریه. این مقایسه ها حالا اگر بخواد بیان بشه که هیچی، یعنی اگه آدم بخواد به زبون بیاره که واقعا رابطه رو خراب میکنه. به قول یکی از اساتید ما میگفتن هر کی رو میخوای نابودش کنی لازم نیست کار خاصی بکنی، فقط بیاد مقایسهش کن. یعنی بیا بهش بگو که ببین فلانی رو و خودتون هم میدونین که چقدر اگر همچین اتفاقی براتون افتاده چقدر آسیب زننده بوده. ولی لازم نیست به زبون بیاد. حتی توی ذهنمونم وقتی ما کسی رو مقایسه میکنیم با یکی که بالاتر از خودشه، یا حتی خودمونم با دیگران مقایسه میکنیم، در واقع داریم آسیب میزنیم. اگه کسی رو مقایسه کنیم، خب بالاخره هر کی یه ظاهرش خوبیایی داره، یه محاسنی داره. بخوایم با مثلا همسر خودمون با اطرافیای خودمون مقایسهش کنیم، در واقع حالمون بد میشه دیگه، ناراحتیم، ناامیدیم، احساس میکنیم ما چقدر بدبختیم، چقدر بدشانسیم، مثلا یه فلانی خوش به حالش، چه بابایی داره، چه مامانی داره، چه زندگی داره. اگرم خودتون رو مقایسه کنین که خب با عزت نفستون، احساس
از دست میدین، احساس حقارت بهتون دست میده، احساس شکست بهتون دست میده، کلا حالتون رو بد میکنه و سلامت روانتون رو به خطر میندازه. کلا هر جا مقایسه باشه حقارت، احساس حقارت ایجاد میشه، چه در خودمون چه مقایسه دیگران، و به دنبالش هم حسادت میاد. یه جمله‌ای بود همیشه پخش میشد گاهی تو تلویزیون، الان جدیدا ندیدم، مینوشت که ظاهر زندگی‌های دیگران رو با باطن زندگی خودت مقایسه نکن. این خیلی مهمه، چون ببینید هر کسی تو درون زندگی چه سری مشکلات داره که ما فقط ویترینش رو داریم میبینیم. ما ویترین و زیبایی‌های ظاهری زندگی دیگران رو، موفقیت‌های دیگران رو، محاسن رفتاری دیگران رو میایم با مشکلات درونی زندگیمون که خب اونام نمیدونن مشکلات ما، اونم ما خودمون میدونیم، مقایسه میکنیم و حالمون بد. ما فقط میتونیم خودمون رو با خودمون که در گذشته بودیم مقایسه کنیم، بگم که خب مثلا در گذشته من میتونستم فلان کنکور رو قبول شم بیام این دانشگاه، پس ایشالله بعدنم میتونم. حالا حتی با خودت هم اگه داری خودتو مقایسه میکنی، شرایط و امکانات گذشته خودت رو هم باید در نظر بگیری با الانت. ممکنه اون موقع یه شرایطی داشتی، یه موقعیتی داشتی که تونستی کنکور قبول شی، ولی الان نداری. اگر آدم بخواد درست بدون خطای شناختی فکر کنه و منصفانه فکر کنه، فکرش سالم آری از خطا باشه، باید حتی الان هم اگر میخوای خودت هم با گذشتت مقایسه کنی، شرایط و موقعیت‌های خودت رو با اون موقع در نظر بگیری و با توجه به اون مقایسه. خب طبیعتا قضاوت کردن یه چیزیه که هیچ کی خوشش نمیاد که قضاوت بشه و طبیعتا کار درستی هم نیست. ببینید ما بر خودمون یه معیارایی داریم، با یه فرهنگی بزرگ شدیم، یه اصولی داریم، یه ارزش‌هایی داریم، یه بینشی داریم، یه اعتقادی داریم، یه نگرشی داریم که میایم دیگران رو بر اساس معیارهای خودمون، ارزش‌های خودمون، افکار خودمون، باورهای خودمون قضاوت میکنیم. مثلا من اگر خودم آدم مثلا چادریم، مذهبیم، خب فکر میکنم همین کاری که من میکنم درسته ولا غیر. اگه کسی غیر از این جوری که من هستم باشه، خیلی پس آدم بدیه و اونو بر اساس ظاهرش قضاوت میکنه. حالا ممکنه یکی برعکسه، خودش مثلا اعتقادی نداره به حجاب و فکر میکنه حالا اینایی که با حجابن خیلی آدمای امولی هن، خیلی آدمای نمیدونم بی خودی هن، متعصبن، خشکن، هرچی، به هر حال با اون اونم میاد این وریا رو قضاوت میکنه. حالا این یه نمونه خیلی ملموسش رو گفتم. تو خیلی جاها ما این قضاوت رو داریم. مثلا یه چیزی از یک فرزن، یه خانمی با بچهشون مریضه، رفتن بیمارستان، بچه رو ببرن، بچه حالش بده و اینا منتظرن دکتر بیاد. بعد خانم یهو میبینه مثلا همسرش رفت آب میوه گرفت داره میخوره، بعد تو دلش قضاوتش میکنه که چه آدم بیخودی، چقدر بیخیاله، فکر نمیکنه که این بچه اینجا انقدر حالش بده، اون واسه خودش داره مثلا ساندویچ میخوره. ولی خب بعدن ممکنه دلیلش این باشه که آقای میخواسته یه قرص بخوره، قرصشو باید مثلا میخورده، آبگیرش نیومده، رفته مجبور شده اینو خریده که قرصشو بخوره. مثالی دارم میزنم، یعنی این اتفاقا خیلی برامون میفته که ما بر اساس اون نگرش هایی که تو ذهنمون داریم، چارچوبایی که برای خودمون داریم، دیگران رو ارزیابی میکنیم و در موردشون حکم صادر میکنیم. همونطور که دوست نداریم دیگران در مورد ما قضاوتمون کنن، نباید دیگران رو هم قضاوت کنیم و باید حواسمون رو جمع کنیم. حالا توی خطاهای شناختی که خواستیم تمرین بکنیم، یاد میگیریم که چجوری یه کاری کنیم که در واقع دیگران در واقع متوجه این بشیم که داریم دیگران رو قضاوت میکنیم. یکی از چیزایی هم که در مورد قضاوت کردنه این که خیلی برامون مهم باشه که دیگران چه فکری در مورد ما میکنن، این خیلی بخوایم بها بدیم و این خب اینم یه نوع مشکلیه که ممکنه خیلی آسیب بزنه به حالمون، روحیمون
و مانع یه سری کارامون بشه. یه سری کار میخوایم بکنیم از ترس اینکه فلانی چه فکری میخواد بکنه نکنیم، جلوی خیلی پیشرفتامون رفتارامون رو بگیره. این خطای شناختی یعنی اینکه نادیده انگاری شواهد متناقض میخواد بگه که اگر ما بعضی وقتا متوجه میشیم، یعنی دارن بهمون میگن یا خودمون داریم متوجه میشیم که هیچ مدرک و سندی که فکرمون رو تایید بکنه نیست، همش داره متوجه میشیم که اینا همه داره اون فکر منفی ما داره رد میشه، ولی هی نادیده بگیریم. حالا مثلا داریم میفهمیم که پدرمون مثلا ما رو دوست داره، خیلی کارا داره میکنه، ولی هی بخوایم هی ایگنور کنیم، هی نادیده بگیریم، میگیم نه اینطوری نیست، من پدر من دوست نداره. استدلال هیجانی هم یعنی که بر اساس احساساتمون استدلال بکنیم. مثلا یه وقت حالمون بده، هی بگیم که آره من میدونم الان میخواد یه اتفاق بدی بیفته، یا مثلا میگه که من حسم بهم میگه که این امتحان رو میفتم. یعنی هی بر اساس احساساتمون که حالا برنامه ریزی کنیم، یه کار رو انجام بدیم یا نکنیم. اینا رو مثلا اگه آدم یه وقت این فکر رو اومد سراغش، هی بنویسه فکرشو، ببینه احساسشو، ببینه چند دفعه که این احساس رو داشته واقعا اون اتفاق بد افتاده. این تأسف گرایی یا کشکول ای کاش ها، خب یعنی این افسوس گذشته رو خوردن. ای کاش اون موقع این کاری کرده بودم، ای کاش این رشته رو رفته بودم، ای کاش اون چیزو خریده بودم، اونو حرفو زده بودم. ببینید دوستان، ما هیچ وقت نمیخوایم کاری بکنیم که به ضررمون باشه. در واقع ما هر وقت هر کاری که میکنیم، هر تصمیمی که میگیریم، با توجه به اطلاعاتی که اون زمان داشتیم، شرایطی که داشتیم، موقعیت و امکاناتی که داشتیم، بهترین تصمیم بوده که میتونستیم بگیریم. حالا ممکنه اشتباه تصمیم بگیریم، ولی خب اگر الان اون اطلاعات، اون شرایط رو که الان دارم اون موقع هم داشتم، طبیعتا اون موقع هم همون فکری رو که الان به ذهنم اومده و تصمیمی که الان فکر میکنم درسته میگرفتم. برای همین هی بخوایم تو زمان گذشته ببینیم ای کاش این کاری کرده بودیم، باعث میشه نشخوار فکری بشه و ما نتونیم درست فکر کنیم. به جای اینکه دنبال راهکار باشیم، مشکل رو حل بکنیم، هی بیفتیم تو فکر و خیال و در واقع همین نشخوار فکری بکنیم و خودمون رو سرزنش کنیم، دیگران رو سرزنش کنیم. ای کاش تو اینو به من داده بودی، کاش این حرف اون روز گفتم این کار بکن، کاش اونجوری. اینا دیگه رابطه ها رو خراب میکنه و فکر رو ناراحت میکنه. خب این خلاصه ای بود از خطای شناختی که حالا تا اونجایی که میشد سعی کردم سریع و هر کدوم با یکی دو تا مثال بگم که براتون جا بیفته. حالا این خطای شناختی خطرشون چیه؟ خطرشون همونطوری که اول جلسه هم گفتم رابطه رو خراب میکنه. چرا رابطه رو خراب میکنه؟ برای اینکه ما چند بار که دچار این خطای شناختی شدیم در مورد یک نفر، یواش یواش این برداشت‌های منفیمون تبدیل به یه باور میشه، یه برچسب کلی در موردش تو ذهنمون یه پرونده ساخته میشه و بعد از این مدت این برداشت‌های ما تبدیل میشه به یک واقعیت بیچون و چرایی و باورمونه که این واقعا اینجوریه و طبیعتا تحت تاثیر همون باورهامونم باهاش رفتار میکنیم. علت این که این برداشت‌های ما توی ذهنمون ماندگار میشه، میمونه و تبدیل به یه باور میشه، یک به اصطلاح توجیهاتی رو برای علتش روانشناسا آوردن که دو سه تاشو من اینجا براتون گذاشتم. یکیش اریب سازگاریه. یعنی چی؟ یعنی وقتی اتفاقی میفته، اتفاقایی که اطرافمون میفته، ما بیشتر به اون اتفاقا، به اون رفتارها، به اون گفتارها، به اون شرایط توجه میکنیم که از ذهنیت ما حمایت کنه. مثلا اگر
ذهنیت شما نسبت به پدرتون اینه که دوستش ندارین، بیشتر به اون اگر هر رفتاری داره میکنه بیشتر به اون اتفاقا و رفتارهایی توجه میکنین که داره همین فکر شما رو تایید میکنه. یعنی یه جوری همون گسسته بینی که عرض کردم. یا شیار ذهنی. شیار ذهنی هم میگه که وقتی که علت یه چیزی رو نمیدونین، یه اتفاقی افتاده، یه حرفی یکی زده، شما براتون گنگه، نمیدونین واقعا منظورش چی بوده، نیتش چی بوده، هدفش چی بوده. شرایط رو درست نمیتونی تجزیه تحلیل کنی ببینید چی شد، برای چی اینو گفت، چی کار کرد. تو شرایط ابهام و مبهم، به وقت تو شرایط مبهم و شرایطی که گیج شدین، بیشتر میرین از اون فرضیه ها و ذهنیت هایی که قبلا تو ذهنتون ازش ساخته بودین استفاده میکنین و در واقع شرایط جدید رو هم با همون تعبیر و تفسیر میکنین و این باعث میشه که همون باورها دوباره تایید بشه. یه دلیلش هم وجود طرحواره هاست که خب حالا طرحواره های بحث جداگونه یه ساختارهایی هست که یه مجموعه باورها، افکار، احساسات هیجانی، تصورات بدنی، خاطرات، همه چیزایی که توی کودکی در ذهن افراد شکل میگیره و تا بزرگی هم باهاشون هست. حالا این مربوط میشه به رویکرد طرحواره درمانی که جفری یانگ میگه که هر کودکی وقتی متولد میشه یه سری نیازهایی داره که به دلیل اتفاقایی که براش میفته، رفتارهایی که باهاش میشه و با توجه به شخصیت و خلق و خویی که داره ممکنه بعضی از این نیازهاش ارضا نشه و این ارضا نشدن اون نیازهای دردهای هیجانی درش ایجاد میکنه که اون دردهای هیجانی همراه با اون خاطره اون اتفاقی که افتاده، احساسهای بدی که بهش سراغش اومده، احساسهای فکری، ذهنی، بدنی، همه جوره، همه اینا میشه یه مجموعه‌ای که بهش میگه طرحواره که 18 نوع طرحواره است که از کودکی تا بزرگسالی با بچه‌ها همراهه، با آدما، و در بزرگسالی هم دوباره اگر شرایط مشابهی به وجود بیاد که همون نیاز ارضا نشه، اون طرحواره فعال میشه و در واقع باعث میشه که رفتارهای ناکارآمدی و به صورت غیر ارادی از آدما صادر بشه. حالا طرحواره ها رو دیگه بیشتر آدم باید با کمک درمانگر در بیاره و ببینه کجاها طرحواره ها داره باعث میشه که اشتباه فکر کنه و این اشتباه فکر کردنش روی رفتارش تاثیر بذاره. حالا خطاهای شناختی رو که یاد گرفتین، حالا باید ببینین که چیکار باهاشون باید بکنیم. ببینید دوستان، ما برای اینکه این خطاهای شناختی رو فقط یعنی اینکه فقط شما اطلاع پیدا کنین که این خطاها وجود داره کافی نیست. ما باید یه خورده تمرین کنیم تا این خطاهای شناختی در واقع برامون جا بیفته و یه جورایی هی با تمرین متوجه بشیم که دوچار چه خطاهایی میشیم و دیگه خود به خود مچ خودمون رو بگیریم. تقریبا 2-3 هفته اگر یه کاربرگاهی رو من میگم توی سایت براتون بارگذاری میکنیم، این کاربرگاه رو داشته باشین که اگه 2-3 هفته بتونین با این تمرینی که توی این کاربرگاه بهتون دادم فکر خودتون رو تحلیل کنین، خیلی بهتون کمک میکنه که با این خطاهای شناختی شما آشنایی بیشتری پیدا کنین و در واقع مچگیری خودتون زیاد بشه و ذهنتون رو بتونین خالی کنید. حالا بعد تمرین ادامهش هم کمکتون میکنیم که چجوری با ذهنتون چالش کنید و این خطاها رو در واقع کاهش بدین. البته منظوری نیست که 100% ما دیگه هیچ وقت دچار خطا نشیم، همه میشن، ولی ما میخوایم با این تمرینات کمک کنیم به خودمون که میزانش رو، فراوانیش رو کم کنیم. این کاربردی رو که بهتون میدیم من کمکتون کنم که بتونین انجامش بدین. ببینید یه کاربردیه که اینو پرینت میگیرین، حالا به نظرم 2-3 تا حداقل از روش پرینت بگیرین بد نیست.
اه، نوشته برگه یادداشت افکار روزانه، زمان لازم 2 هفته. یعنی شما 2 هفته لازمه که فکرتون رو اینجوری تجزیه تحلیل کنین و بعد 4 هفته هم باید زمان بذارین که هی با فکرتون چالش کنین و خلاصه کمک کنین به خودتون که این افکار منفی رو هرچی کمتر کنین توی ذهنتون. به این صورت شما توی این ستون اول میبینین نوشته رویداد یا هر چیزی که موجب ناراحتیتون شده. اینجا مثلا ناراحتیتون رو مینویسین. مثلا ناراحتیم این بوده که فرضاً بابام بهش گفتم که مثلا من فلان کامپیوتر رو میخوام یا فلان وسیله رو میخوام، برام نخریده. مثلا مخالفت پدر با خرید مثلا حالا لپتاپ. خب چه فکری میاد تو ذهنتون؟ ممکن یه فکری بیاد که بابام پیشرفت من براش مهم نیست، بابام خسیسه، بابام پولاشو میخواد برای جای دیگه خرج کنه، برای من خرج میکنه، به من اهمیت نمیده، خواسته های من براش مهم نیست. خب حالا مثلا من مهم نیستم برای بابام. اینجا فکری که تو ذهنت اومده. از 0 تا 100 چند درصد مطمئنی که واقعا این فکری که داری میکنی درسته؟ اگه یادتون باشه اون اول گفتیم که ما افکار اتوماتیک بیک میگه، آرون بیک میگه که ما فکرایی که تو ذهنمون میاد با فکر میکنیم درسته دیگه، واقعا یعنی باورمونه که این درسته. حالا بخوایم خیلی شورش نکنیم میگیم باشه من به نظر من 90% این چیزی که دارم فکر میکنم واقعیه و بابای من این مشکل رو داره. به خاطر این فکری که کردی چه احساسی به دست داده؟ مثلا احساس خشم نسبت به پدرم، عصبانی هم از دستش، ناراحتم، دلخورم، هرچی. چند درصد؟ مثلا 70% من ناراحتم از دست پدرم. بعد اینجا میایم بررسی میکنیم. حالا قبل از اینکه اینو بررسی کنیم من این ستون رو براتون میخوام پر کنم. حالا سعی میکنم براتونم که میخوام بفرستمش اینو جابجا کنم، فکر کنم بهتر اینجا باشه. به خاطر این فکری که توی ذهنم اومد که پدرم به من اهمیت نمیده، من براش مهم نیستم، آینده من براش مهم نیست، و به خاطر این احساسی که سراغم اومد در نتیجه اون فکره که یادتون اون اول گفتیم که عصبانیم، رفتارم چی شد؟ مثلا به پدرم بی‌اعتنایی کردم، یا خدایی نکرده شماها که نه، بچه های اون یکی دانشگاه بی احترامی کرده به پدرش. پس نتیجه رفتار و برخوردمون این بوده که مثلا سردی با پدر. خب که طبیعتا اگه طبق اون چرخه موقعیت فکر و احساس اگه یادتون باشه که میگفتیم میافتیم توی چرخه، این سردی با پدر توی خلا اتفاق نمیفته. وقتی پدرم ببینه بچه بهش اهمیت بهانه میده، جواب سلامشو درست حسابی سلام گرمی نمیکنه، یه منگیسی سلام میکنه و میره، مثلا زیاد حرفشو گوش نمیده، گرم باش برخورد نمیکنه، نگاهاش نگاههای سردیه و محبت توش موج نمیزنه، هر چیزی روی رفتار پدرم تاثیر میذاره. یعنی این سردیه با پدر میشه یک موقعیت برای پدر که اونم طبیعتاً یه فکر و احساسی میاد سراغش و یه رفتار بدی هم ایشون با فرد میکنه و خب این چرخه ادامه پیدا. خب رفتار این شد، سردی با پدر. خب و عواقبش پدرم بیشتر ناراحت میشه. حالا عواقبش اینه که میگه که لپتاپ نمیخرم، باشه اصلا دیگه
پول رو جیبت هم فردا نمیدم. عواقبی هم داره دیگه. حالا اینجا من بذار اینو پاکش کنیم، خیلی بد شد اینجا. یه سردی این هم میشه و عواقب آن. خب حالا این در واقع سردی با پدر عواقبش نتیجه چی بوده؟ نتیجه این فکرهای منفی که اومده تو سرش، من برای پدرم مهم نیستم، و این عصبانیتی که در نتیجه این افکار سراغش اومده بوده. حالا میخوایم بریم بررسی کنیم ببینیم که آیا ممکنه دچار کدوم خطاهای شناختی شده باشه. با توجه به اون خطاهای شناختی که خدمتون توضیح دادم، شما اینجا دیگه میتونید بیاین فکر کنید. برای اینکه فکر کنید یه سری سوالم خدمتتون دادم توی کاربرگ بعدی، بعدم براتون نشون میدم. بذار اینو تموم کنیم. حالا با اون سوالایی که با خودتون چالش میکنین، میگه آیا واقعا هیچ وقت پدر من برای من مهم نبوده، به من اهمیت نمیداده؟ هی با خودتون چالش میکنید. گفتم اول شک میکنید، ممکن من دارم اشتباه میکنم. پس چون سند و مدرکی ندارم و دارم فقط بر اساس فرضیات ذهن خودم میگم بابام مثلا خسیسه، من برام مهم نیست، پس ممکن دچار خطای شناختی مثلا قضاوت کردن شده باشم. من مثلا بابام چند بار تا حالا به خواسته هام عمل کرده، ولی الان دارم فقط میبینم که نه، این هیچ وقت برای من نمیدونم هرچی خواستم نخریده، همیشه اینجوری کرده. ممکن دچار تعمیم مبالغه آمیزم شدم، دارم میگم هیچ وقت و مثلا همیشه، هیچ وقت، این کلمات دارم استفاده میکنم. چند بار تا حالا بابام مثلا خواسته های منو انجام داده، ولی من چرا هیچ کدومشون ندیدم؟ فقط دارم این چند باری که نگرفته برام یا نتونسته، خب پس من دارم چیز میکنم. ممکنه دچار گسسته بینی هم شدم، یعنی خوبیای بابامو نمیبینم و دارم فقط ایراداشو میبینم یا بی‌محبتیاشو میبینم. حالا ممکن مثلا دچار ذهن خوانی شده باشه که من مثلا آره منو دوست نداره، داره ذهن پدرشو اینجوری میخونه. هر کدوم از خطاهای شناختی دیگه هم ممکنه اینجا بتونه پیدا کنه. ممکنه مثلا من دچار نمیدونم برچسبانی شدم، دارم میگم بابام خسیسه، یعنی یه چیزی رو برام نخرید دارم بر لیبل خسیس بهش میذارم. برچسبانی هم ممکنه باشه. حالا هر به اصطلاح خطای شناختی که پیدا کرد، ناخودآگاه متوجه میشه که خب من تا حالا فکر کنم 90% درست فکر میکنم، اگر واقعا این خطاهای شناختی رو دچار شده باشم، پس دیگه فکر من معلوم نیست چقدر درست باشه، ممکنه من خیلی دارم اشتباه میکنم. بنابراین یک تغییری در فکرش و متعاقبا در احساس شما ایجاد میشه. مثلا میگه که خب حالا من تا حالا فکر میکردم واقعا پدرم خسیسه، واقعا هیچ وقت حالا فهمیدم که نه، من این خطاهای شناختی رو دچار شده بودم، بنابراین ممکنه که اشتباه کرده باشم. حالا این فکر جدیدم اینه که نه، خب پدرم خیلی وقتا به من اهمیت میده، یا مثلا خیلی کارا برای رشد من کرده، خیلی زحمت‌ها کشیده، بنابراین این که فکر میکردم من براش مهم نیستم، حالا از 90% ممکنه شده مثلا 30%، یعنی در واقع 40%، 50%، حالا 20%، چه میدونم هر چقدر دیگه اون متوجه میشه که دیگه اون باور قبلی رو نداره. حالا اگه قبلا مثلا 90% فکر میکرد برای پدرش مهم نیست، الان با توجه به این که متوجه خطاهای شناختی شد، دیگه میگه که نه، حالا اینجورام نیست. ممکنه گاهی هم اهمیت براش نداشته باشم، ولی دیگه نه 90%، 30% مثلا میشه. یا خشمش دیگه از 70% ممکنه بشه مثلا 5%، 10%.
خشمش کم بشه و طبیعتا روی این تغییر نگاه، تغییر بینش و تغییر احساس روی رفتارش هم تأثیر میذاره. این تمرین رو شما حتما تا 2 هفته سعی کنید، 2 هفته 3 هفته هرچی بیشتر بهتر روی به اصطلاح افکارتون انجام بدین. طبیعتا اینا چیزی نیستش که ما بخوایم بهتون نمره بدیم یا مثلا جای حساب بشه. هر کی دلش واسه خودش میسوزه و دنبال رشد، دنبال پیشرفت، دنبال سلامت روانه، دنبال اینی که سالم زندگی کنه، ارتباطاشو سالم بکنه، خودش برای خودش انجام بده. این کاربرگ شماره 2 که براتون گذاشتم در واقع کمکتون میکنه که بتونین با افکارتون چالش کنین. گفتم یه سری سوال براتون گذاشتم که بتونین خطای شناختیتون رو در بیارین. این که مثلا به چه دلیلی من فکر میکنم که این فکری که دارم میکنم درسته؟ آیا ممکنه یه نیت دیگه پشتش باشه؟ پدرم به یه دلیل دیگه این کار نکرده، ممکنه الان پول نداشته، یعنی یه حدسای دیگه هم شروع کنیم به زدن. شاید الان یه مثلا بدهی داره، شاید یه مشکل دیگه ای داره که مثلا نتونسته اینو برای من بخره، روش نمیشه بگه، مرد نمیخواد مطرح کنه. آیا استثناهایی هم وجود داره؟ یعنی روزایی هم بوده که به من توجه کرده، خواسته‌های منو انجام داده؟ آیا من همیشه دارم رفتارهای پدرم رو اینجوری ارزیابی میکنم؟ من دارم با توجه به اون مثالی که خدمتتون گفتم اینا رو توضیح میدم. به هر حال اینجا مثلا گفته بین اون برداشت‌های منفی و رفتارتون آیا رابطه‌ای وجود داره؟ که ما همونجا گفتیم وقتی برداشتش منفی بود، رابطه‌ش هم یعنی تاثیرش هم رو رفتار این بود که سرد شد، بد رفتاری کرد با پدرش. و وقتی بعد داره حالا اینجا دیگه دوباره کمک داره میکنه که حالا وقتی که شما این احساس منفی میاد سراغت بر اساس اون افکار منفی، چه اتفاقایی میفته و چی تو رفتارتون صورت میگیره. خب این کاربرگ رو قسمت بالاش رو برای این گذاشتم براتون، اون سوالا رو که کمکتون کنه خطای شناختیتون رو پیدا کنین، یعنی از اون اطمینان 90% 100% حالا هرچی در بیاین و یه شکی به خودتون بکنین، احتمالات دیگر هم در نظر بگیرین. ولی توی قسمت‌های بعدیش تمرینی که بهتون دادیم میخواد کمکتون کنه حالا چجوری ما این نگرش‌های منفی رو اصلاحش کنیم، چجوری پاکش کنیم، چجوری سعی کنیم که بعد از اینکه ردیابیش کردیم رفعش کنیم. خب برای این حالا اون که گفته اگه من تعمیم میدم چطوری میتونم مشخص کنم، توضیح بدم، خب باز همون داره کمک میکنه که وقتی تو داری تعمیم میدی چقدر مطمئنی. اون مال قبلی، ولی این سوال مهم نوشتم اگر رفتار و برداشت منفی خودتون رو تعبیر و تفسیر میکردی چه رفتار متفاوتی داشتید؟ یعنی اینکه اگر واقعا شما فکر نمیکردی مثلا اون دوستمون که تو مثالی که زدم فکر نکنی که باباش دوستش نداشته که حرفشو گوش نداده، یا حالا همسرش یا حالا مادرش یا هر کی، رفتارش چه فرقی میکرد؟ اون تفاوت رفتاریتون رو جلوش بنویسین که خودش کمک میکنه متوجه مشکلتون بشین. بعد حالا برای اینکه این برداشت‌های منفی رو اصلاح کنیم، هر برداشت منفی که شما داشتین رو 3 مورد باید متفاوت رو جلوش موقعیت‌های متفاوت و متناقض باهاش رو جلوش بنویسین. من حالا یه مثال در مورد همون موقعیتی که الان زدم براتون میزنم که متوجه بشین. برداشت منفی شماره 1، یعنی اون جدول چند تا ستون داشت دیگه، 3 تا 4 تا ردیف داشت. اون ردیف اولش چی بود؟ این دانشجو از پدرش چیزی خواسته بود، نتونسته بود براش بخره، لپتاپ چیزی،
و برداشت منفیش این بوده که برای من برای پدرم مهم نیستم. حالا برای اینکه بخواد اینو اصلاح کنه باید 3 تا موقعیت رو اینجا بنویسه که پدرش بهش اهمیت داده، خواسته هاشو انجام داده یا یک کاری براش کرده که در جهت مثلا نمیدونم رشد و موفقیت این بوده و یا در جهت این بوده که واقعا برای نشون میداده که پدرش براش اهمیت قائل. مثلا فکر میکنه که اون روز که من خواستم کلاس کنکور برم، بابام با هر زحمتی بود هزینه کلاس کنکور منو داد. این هزینه کلاس کنکورمو داد. یک موقعیت. یه موقعیت دیگه مثلا من نمیدونم اون بابام سعی میکرد شبا تلویزیون رو مثلا روشن نکنه، صداش کم کنه که من به درسم برسم، پس اهمیت داشته براش رشد من. مثلا سکوت در منزل، مثال دارم میزنم. یا مثلا بابام داشت با افتخار در مورد من با دوستش صحبت میکرد که مثلا دختر من، پسر من داره فلان رشته رو میخونه و معلوم بوده که افتخار میکرده به این رشد، پس براش مهمه که من رشد کنم، افتخار کردن به من. خب یعنی ما میخوایم با این مثال ها و مصداق هایی که میگردین خلاف اون ذهنیت خودتون پیدا بکنین، اون تابو و اون ذهنیتتون رو بشکنین و حس خود به نفع خودتون دیگه، حستون خوب بشه و تاثیر بذاره روی رابطتون. حالا اینجا من نشم 1 هفته، ولی هرچی بیشتر بهتر. 2-3 هفته شما سعی کنین این خطاهای شناختیتون رو در بیارین. بعد از 2-3 هفته این آخرین جمله که اینجا نوشتم یه به اصطلاح ارزیابی بکنین، ببینین که بیشتر دچار کدوم خطاهای شناختی میشین و بیشتر در چه موقعیت‌هایی دچار این خطا میشین. اینم باز کمک میکنه به خودشناسیتون و کمک میکنه که خب کمتر این مسئله رو دچار بشین. این از کاربرگایی که در واقع بهتون میخواد کمک کنه که این درسی که یاد گرفتین رو در واقع کاربردیش کنین و فقط در حد یه اطلاعات صرف براتون نباشه. خب اینجا پس گفتم با این خطاها چیکار کنیم دیگه، به صورت کاربرگی و عملی براتون توضیح دادم که خب اول به شک کنیم. اینا توی اون تمرینه هست. هزینه برداشت های منفی مونم که گفتم اونجا، یعنی اون ستون افکارتون رو و رفتارتون رو که دوتا رو با هم در کنار هم بذارین. اون افکار منفی که من بابام به اهمیت نمیده و نتیجهش که چه رفتاری کردم و اینا رو اگه کنار هم بذارین و با هم مقایسه کنین، متوجه هزینه‌ای که بابت این خطاهای شناختی باید بدین میشین. که گفتیم آدما طبق نظر دکارت باید شجاعت این باید برای اینکه روشن فکر باشن. شما که دانشجوهای عزیز این مملکتین و به هر حال جزو بهترین ها هستین، جزو آدمایی هستین که دارین دنبال رشدین، دنبال پیشرفتین، دنبال ارتقاء فکری خودتون هستین، میخواین به مدارج بالای علمی برسین. خب اگه بخواین آدم روشن فکری هم باشین و اون دانشتون دانش مفیدی باشه، به دردتون بخوره، طبیعتا باید بتونین خطاهای فکری خودتون اول در بیارین، نقد کنین و شجاعت هم داشته باشین که اونا رو تغییر بدین. اینم که همین تمرینی بود که الان بهتون توضیح دادم که کمکتون کنه که در واقع بتونین با افکار خودتون چالش کنین. بحث خطاهای شناختی اینجا تموم میشه. یه مبحث دیگه ای هست که یه جورایی ربط داره به این خطاهای شناختی، یعنی یه جورایی ربط داره به اون افکار ما و ذهنیت های ما و مخصوصا برای بعد از ازدواج خیلی مطلب و موضوع کاربردی و مفیدیه
و حالا اگر قبل از ازدواج هم کسی تو خوابگاه باشه یا با کسی همخونه باشه زندگی داره میکنه، این مبحث خیلی به دردش میخوره. این که میگم بیشتر حالا یا بعد از ازدواج یا برای خوابگاه اینا به کار میاد، به خاطر اینه که این مبحث مربوط میشه به اون باید نبایدها و قواعدی که آدما از بچگی با خودشون میارن و معمولا توی یه خانواده خیلی این تفاوت باید نبایدها وجود نداره. یعنی یه فرهنگیه که توی خانواده های مختلف ممکنه متفاوت باشه و اعضای اون خانواده اون فرهنگو دارن، اون باید نبایدها رو دارن. حالا وقتی دچار مشکل آدم میشه که بخواد با کس دیگه زیر یک سقف زندگی کنه، حالا یا توی زندگی بعد از ازدواجش یا حالا مثلا مثل شما دوستانی که اگر بنا هست توی خوابگاه باشین، بس به این صورته که ببینید ما هممون از بچگی یه سری قواعد نانوشته‌ای تو زندگیمون وجود داشته، تو خانوادهمون وجود داشته. مثلا اتفاقا توی کلاس دانشگاه اون روز وقت داشتم میگفتم مثلا یه چیز خیلی خیلی بدیهی، مثلا شما از بچگی یاد گرفتین که اگه بخوایم مسواک بزنین حتما توی دستشویی باید مسواک بزنین، مثلا توی سینک آشپزخونه نمیشه. یا از بچگی همیشه دیدین که خریدای خونه رو باباتون میکنه یا مامانتون میکنه، یا نمیدونم وقتی میخواین از در خونه از یه جایی وارد بشین یا خارج بشین، توی خانواده شما رسم بر این بوده که پدر خانواده یا آقا خارج بشه یا مامان خانواده اول بره. یه چیزایی به قول معروف یه اصولی یه قواعدی بوده که اصلا نانوشته است، چیزی اینجوری نبوده که بیان بگم باید این کارو بکنه. اینا رو از بچگی حالا ممکنه مثلا یه بار دو بار پدر مادر گفتن، ولی بیشترم چون این قواعد رفت به صورت رفتار عادی توی زندگی صورت می گرفته، از طریق همون یادگیری مشاهده‌ای که بندورا میگه یاد میگیریم آدم ها. چون من میبینم مامانم اینجوری میکنه دیگه اینو یاد گرفتم، مثلا بدیهی هم هست برام. خب پس این قواعد و در واقع اصول یه چیزایی هستش که هم نانوشته است و هم از بچگی به صورت بدیهی وجود داشته و باعث میشه که ما زندگی رو اونجوری ببینیم، یه انتظاری یه توقعی که از زندگی داریم و اساس همون ذهنیت هایی که از بچگی درمون شکل گرفته صورت بگیره. حالا کجا مشکل درست میشه؟ مشکل موقعی درست میشه که این قواعد ما که خیلی هم برامون بدیهیه و اصلا قابل گفتن نیست، بیان نباید بشه، ما فکر میکنیم واقعا اینا دیگه یه باید نبایدهایی هست که ها اساسا دیگه اگه این نباشه غیر این که نمیشه وجود داشته باشه. اینجا اگه کسی با قواعد ما در واقع متفاوت باشه، رسم و رسوماتش و رفتارش و فرهنگش، ما دچار مشکل میشیم و فکر میکنیم مثلا از اصول اخلاقی و انسانی عدول کرده. ببینید چرا؟ چون این قواعد و اصول، قواعد و انتظاراتی که ما باش بزرگ شدیم، این باید نبایدهای ما که یادتونه توی خطاهای شناختی هم یه اشاره کردم، گفتم بعداً توضیح میدم. این قواعد و انتظارات ما یه ویژگی هایی داره. اولا گفتم بسیار بدیهیه، نانوشته است، اصلا به زبون نمیاد. مثلا حتی مثلا میگم دو نفر که میخوان با هم زندگی بکنن، ازدواج بکنن، قبلش نمیرن بگن که ما رسممونه توی خونمون مثلا کجا مسواک بزنیم، ما یا رسممونه توی خونمون نمیدونم آقا بره خرید کنه. معمولا اینجور چیزا هم حتی صحبتشو نمیکنن، چون از دید اون طرف بدیهیه که این اتفاق باید بیفته. خب و پوشیده است، عیان نیست، یه چیزای درون خانواده است، درونیه و برای همین در موردش حرف نمیزنیم و از دید ما کاملا مسلم و بیچون و چراست. و چون این برای ما خیلی بدیهی مسلمه،
توقع داریم طرف مقابل انجام بده، یعنی اینجوری رفتار بکنه. اصلا نمیریم بهش بگیم چرا نکردی، چرا میکنی، چرا نمیکنی. اگه نمیکنه ناراحت میشیم، ولی فکر میکنیم که این چه آدم بیخودیه. یعنی توقع داریم اون خودش بدونه و مطابق اون چیزی که ما فکر میکنیم درسته عمل کنه، و اگر هم مثلا بخوایم بهش بگیم دیگه ارزشی نداره. این باید خودش بدونه که مثلا خانم‌ها مقدمن، باید خانم‌ها اول برن بیرون. این باید خودش بدونه که وظیفه، یعنی نمیدونم، خانم خونه است. مثلا آقا ممکنه بگه وظیفه خانم خونه است، مثلا چه میدونم اینجا رو تمیز کنه. مثلا نباید بهش بگم. اگه بگم که خودش باید بدونه که اول مرد خونه باید بره بیرون. اگه بهش بگم که دیگه ارزشی نداره، خودجوش باید انجام بشه. بنابراین این باعث میشه که طرف اصلا بیانش هم نکنه. خب حالا این قواعد معمولا به صورت عبارت باید داره، یعنی باید این کارو بکنه، نباید این کارو بکنه. به قول خانم کارن هورنای بهش میگه قساوت باورها. خب مشکلی که این انتظارات و قواعد و اصول ما داره چیه؟ مشکلش اینه که در واقع به صورت غیر مستقیم یا به صورت مثلا اشاره به چیز داره، اشاره به عزت و نفس و احترام ما داره. یعنی فکر میکنیم که اگر کسی که باشه در اطراف ما و اینا رو انجام نده، یعنی داره به ما توهین میکنه، بی احترامی میکنه، داره ما رو خورد میکنه. ببینید، چون یه چیزای خیلی بدیهیه و این چیزای بدیهی یه چیزای اخلاقی و اصول اولیه انسانیه، پس اگر اینا رعایت نکنه یعنی اینکه من آدم حساب نکرده. یعنی من فکر میکنم اون اینا رو بلده، میدونه و حالا عمدن نمیکنه دیگه. میدونه دیگه وظیفه زن اینه، وظیفه مردونه. میدونه که بچه‌ها توی کلاس همین رو میگفتن مثلا ما تو خوابگاه که بودیم، یکی از دوستامون میومده توی سینک آشپزخونه مسواک میزده و اصلا فکر نمی‌کرده کار بدیه. برای ما خیلی بد بوده، ما خیلی اذیت می‌شدیم، ولی اون خب ببینید این قواعد از بچگی اینجوری یاد گرفته بود که اصلا تو دستشویی مسواک زدن حالشو بد می‌کرده. خانواده‌اش هم توی مثلا آشپزخونه، توی سینک آشپزخونه مسواک می‌زدن، اونم اصلا فکر نمی‌کرده این کار بدیه. حالا دوستاش هم فکر نمی‌کردن اون نمیدونه، فکر می‌کردن میدونه، عمدن می‌خواد اینا رو اذیت کنه. بنابراین معنای شرطیش یا تلویحش اینه که داره به من بی احترامی میکنه، داره به من ظلم میکنه، داره به انصافی میکنه، داره به من نمیدونم عزت نفس منو از بین میبره. و خب توی همه زمینه‌های ارتباطی هم وجود داره، تو تقسیم کارها، تو امور مالی، توی برنامه‌ریزی برای تفریحات و اوقات فراغت و رفت آمد، تو همه اینا. حالا مشکل اینجاست که وقتی ما قواعدمون با طرف مقابل متفاوته و اون قواعد ما رو، بایدهای ما رو انجام نمیده یا نبایدهای ما رو انجام میده. مثلا نباید ما این بوده که توی سینک ظرفشویی نباید مسواک بزنیم، اون داره میزنه. ما فکر میکنیم اصول اخلاق، چون اینا برمیگرده به بدیهیات و در واقع کف اصول اخلاقی. میگن دیگه اگه اینا رو انجام نده پس داره خیلی آدم بی اخلاقیه، داره خیلی کارهای ضد اخلاقی میکنه. بنابراین ما به خودمون حق میدیم که هر رفتاری باهاش بکنیم، بد اخلاقی کنیم، تندی کنیم، قهر کنیم و در واقع میگیم حقشه. این که دیگه بدیهیات اخلاقی رو انجام نمیده، ابتداییات و اصول انسانی رو انجام نمیده، پس حقشه که ما هر کاری سرش بیاریم. برای اینکه این اتفاق نیفته پس ما باید اول قواعد خودمون رو بشناسیم، شناسایی کنیم، با طرف مقابل در میون بذاریم و سعی کنیم که به یه تفاهمی برسیم. خب این برای این تمرین، این به اصطلاح پیدا کردن قواعد و اصولمون و در واقع مهارت کسب کردن تو این که خیلی جاها ما بفهمیم که بابا این که داره این کارو نمیکنه شاید باید نباید
منه، باید نباید اون نیست. حالا معلومم نیست واقعا باید نباید من درست باشه. من از بچگی یاد گرفتم که جلوی پدر و مادر پامو دراز نکنم. شاید اون یاد نگرفته، اصلا روابطشون اینجوری نیست. و الان من فکر میکنم حالا که همسر من جلوی پدر من پاشو دراز میکنه، پس میخواد یه جوری به من بگه که همسر تو ارزشی نداره. خب اینجا من قبل از اینکه بخواد بهم بر بخوره و ناراحت بشم و این ناراحتیمو بیام یه جورایی به همسرم منتقل کنم، مثلا باش دعوا بگیرم، قهر کنم، اصلا اون بنده خودم نفهمه که چی شده، این جزء همون ذهن خانیاست. این باید خودش بفهمه من چرا ناراحت شدم. نمیدونه یعنی چرا ناراحت شدم، خودش نفهمیده که جلوی بابای من پاشو دراز میکنه یعنی میخواد بگه بابای تو آدمی نیست. خب ببینید این قواعد و اصول باعث میشه که انتظار داشته باشیم اون باید نباید منو رعایت کنه و حالا که نکرده خودش هم باید بفهمه چرا من ناراحت شدم. بعد بینمون یه اختلافی، دعوایی، بگو مگوی پیش میاد بدون اینکه بفهمیم که اصلا ریشه‌اش کجاست. خب یه کاربردی هم براتون گذاشتم که بتونین کمکتون کنه که این قواعدتون رو پیدا کنین و در واقع بتونین تفکیکش بدین از واقعا اون مسائل رفتاری طرف و بفهمین که اون بابا باید نباید خودمونه، مال اون نیست و کمکتون کنه که کمتر این مسائل باعث اختلاف بشه و روابطتون رو آسیب بزنه. این کاربرگم براتون توضیح بدم. ببینید موضوع مثلا فرض میکنیم در مورد تقسیم کارهای تو خونه، کارهای منزل میخوایم، حالا فرض میکنیم که به اصطلاح شما متأهل شدین، چون گفتم این موضوع بیشتر برای موقعیت هایی به دردتون میخوره که با یه شخصی غیر از افراد خانواده اصلی مثل پدر مادر و خواهر برادر میخواین زندگی کنین، چون اونا بالاخره همون فرهنگ شما رو دارن و شما با باید نبایدتون با اونا خیلی متفاوت. حالا فرض میکنیم ان شاءالله ازدواج کردین و میخواین قواعدتون رو در بیارید. مثلا تقسیم کارهای منزل، شناسایی قاعده ها، کارهایی که میکنه یا نمیکنه و من ازش رنج میبرم. مثلا حالا بخوایم مثال خیلی ملموس بزنیم، مثلا همسر من سطل زباله رو نمیبره بذاره سر کوچه، یا سطل زباله رو هرچی میگم ببر نمیبره، من باید ببرم. پس این سطل زباله برده نمیشود مثلا. خب قاعده‌ای که دوست داریم و باید رعایت کنه، ما دوست داریم که هر شب یا مثلا هر وقت که سطل پر شد مثلا همسرمون این کار انجام بده. یعنی باید مثلا حالا آقایون سطل رو ببرن، باید خانوما سطل رو ببرن، هر بایدی تو ذهنمونه، باید همسرم سطل رو ببره، یعنی وظیفه خانوماست، وظیفه آقایونه، باید خانوما این کارو بکنن، نباید آقایون این کارو بکنن. یعنی این باید نبایداتمون رو اینجا میاریم، معنای واقع در پس قاعده ها، و اگه بخوایم اینو بفهمیم معناش چه معنایی برامون داره، باید ربطشو با انصاف و توجه و علاقه و احترام نسبت به خودمون پیدا کنیم. معنای پشت این که سطل رو همسر من نمیبره اینه که میخواد بگه که وظیفه توه، میخواد بگه که در شأن من نیست که سطل رو بردارم برم. مرد که سطل زباله دستت نمیگیره، یا زن که نمیتونه این سنگین بلند کنه، حالا هر کی از زاویه دید خودش. معناش اینه که پس میخواد مثلا منو دوست نداره، یا معناش اینه که داره به من ظلم میکنه. اگر انصاف رو بخوایم در نظر بگیریم، مثلا داره به من ظلم میکنه. خب یا مثلا اصلا توجه نداره که من خسته و کوفته از راه میام، توقع داره من این کارا رو بکنم.
یا توجه نداره که من از صبح تا شب تو خونه کار کردم، توقع داره من این کارم بکنم، یعنی به من توجه نداره، منو دوست نداره، یا مثلا میخواد به من بی‌احترامی کنه بر اساس هر چی. بنابراین وقتی که این بایدی که تو ذهنمونه اینجوری تجزیه تحلیلش کردیم، خود به خود متوجه میشیم که این مسئله میتونه مربوط به قاعده ما باشه و اون باید نباید اون نیست. حالا که قاعدمون رو در واقع پیدا کردیم با این در واقع جدول و با این تمرینی که انجام دادیم، این سوالایی هم که توی کاربرگ 4 براتون گذاشتم کمکتون میکنه یه مقداری بتونین قاعدتون رو بیشتر پیدا کنین، تجزیه تحلیلش کنین، همین که توی اون جدولم بهتون گفتم. این که چه سابقه ای پشت این قاعده من وجود داره، یعنی آیا من بچگی، یعنی این بیشتر کمکتون میکنه که متوجه بشین واقعا این باید نباید شماست. آیا این قاعده پنهانه؟ آیا واقعا چیزی بودی که من تا حالا در موردش صحبت نکردم؟ آیا سابقه ای پشتش بوده، یعنی دلیلی داشته که این قاعده رو من در واقع داشتم، مثلا تو خانواده ما همچین رسم و رسوماتی بوده، چه فایده ای برای من داره، چه نیازی دارم که با این باید نباید برآورده میشه؟ آیا اگر کسی این باید نباید منو انجام نده، قاعده منو انجام نده، واقعا داره به من بی‌احترامی میکنه؟ آیا واقعا همون معنایی که من دارم بهش میدمه؟ گفتیم معناش برمیگرده به توجه، علاقه، احترام، انصاف، یه همچین چیزایی. آیا واقعا این که مثلا همسر من سطر نمیبره همونطور که من فکر میکردم به خاطر اینه که منو دوست نداره یا میخواد به من ظلم کنه، یا یه معنای دیگه ای پشتشه؟ آیا این که دوست من میاد توی سینک ظرفشویی مسواک میزنه یعنی واقعا میخواد به من توهین کنه، یا شاید واقعا معناش این نباشه، من فکر میکنم این معناشه؟ چرا؟ چون باید نباید منه و فکر میکردم اونم میدونه. حالا که فهمیدم اون نمیدونه و رسم اون یه چیز دیگه است، فرهنگ اون یه چیز دیگه است، آداب و رسومشون یه چیز دیگه است، پس واقعا معنیش این نمیتونه باشه. حالا بعدا میتونین قاعدتون رو بنویسین و اینجا در واقع در موردش با طرف مقابل صحبت کنین. بنویسیم که ما حالا من پیدا کردم که یکی از قواعد و اصول زندگی من این بوده که مثلا توی سینک آشپزخونه مسواک نزنم. تازه الان به این رسیدم که ما اینو توی خانوادهمون تا حالا یاد گرفته بودیم که فقط توی دستشویی مسواک بزنیم. خب حالا میریم با دوستمون، با همخوابگاهیمون، با همسرمون صحبت میکنیم که من تا حالا اینو یاد گرفتم و این موضوع رو بیا با هم به یه توافقی برسیم. که حالا گفتم نحوه گفتنش هم باید از مهارت ابراز سازگارانه میتونیم استفاده کنیم که توی مهارت‌های صحبت کردن. خب بعد از اینکه قاعدتون رو پیدا کردین، اگرم خواستین در موردش با اون فرد مخاطبتون یا اون کسی که باش زندگی میکنین صحبت کنین، حتما نوع صحبت کردنتون گفتم که بدون سرزنش باشه، بدون خشم باشه و حالا اون اصول صحبت کردن توش بکار. امیدوارم که این مبحث خطای شناختی و قواعد و انتظارات کمکتون کنه که یک رابطه سالمتر و بهتر و موثرتری رو با اطرافیاتون برقرار کنین و اختلافات و مشکلات زندگی کم بشه و سلامت روان و آرامش رو براتون بیاره. امید زندگی سرشار از نشاط، موفقیت و آرامش برای شما که در سایه یادگیری همه مهارت‌ها و اصول زندگی صورت میگیره. حتما بقیه مهارت‌های ارتباطی رو هم سعی کنید یاد بگیرید. منبعی که میتونید استفاده بکنید چند تا کتاب هست، کتاب ارتباط مؤثر نوشته مکه یا مهارت‌های زندگی نوشته دکتر شهرام محمدی، و مثلا برای خطای شناختی از کتاب حال خوب، از حال بد به حال خوب هم میتونید استفاده کنید. کلا کتاب‌هایی که تو این زمینه مهارت‌های زندگی هست
اگه بتونین مطالعه بکنین خیلی خوبه. حالا اگرم کارگاهایی تو این زمینه بود شرکت کنین یا به اصطلاح همین تمرین‌ها رو هم بتونین خوب انجام بدین که براتون دانشگاه میذاره، بسیار کمک کننده است. شاد و موفق و مؤید